برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، با عرض همین سلام، سلامتی بردوام به یکایک شما میخواهم و به خاندان یکایک شما امنیت کل آرزومند هستم. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه نوبتی دیدگاه. ما در پخش آنلاین هستیم و امیدوارم که این برنامه امروزه ما برای یکایک من و شما مفید خواهد بود. ما امروز درباره امنیت صحبت میکنیم، درباره امنیت کشور. حالا نوبسته از آن که در تاجیکستان دعوا از تنجی و امانی و آسایشتگی و ثبات جامعه می رود، از بعضی قشرهای کشور و از بعضی منطقه های کشور بوی ناآرامی می آید. انیقترش بوی ناآرام کنی ها می آید. به فکرم فهمیدید که به کجا اشاره میکنم. اشاره من به ولایت مختاری کوهستانی بدخشان است. تماشابینان عزیز، گپ را از کجا سر کنم؟ گپ را پیش از همه من درباره یک مقاله از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان درباره بازی‌های زمستانه المپیک سال 2022 در پکین نوشته کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان سر بکنم. هیچ بار شنیده اید که تاجیکستان امنیت بازی‌های المپیک کشورهای ابرقدرت و خصوصا کشوری به مانند چین را به عهده گرفته باشد، یا اینکه گفته باشد که ما کوشش میکنیم که در این کشور بازی‌های المپیک که در وی کشورهای جهان، نماینده ورزشکاران کشورهای جهان شرکت میکنند، امنیتش تامین گذرد. اما این دفعه رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان سایمومین یتیموف چیکار کرد؟ ضمن یک مقاله‌اش که خاور نشر کرد، نوشت که وضع فعلی منطقه نااستوار بوده، تهدیدهای تروریستی که از مرکزهای دخلدار برمی آیند به امنیت دولت‌های آسیای مرکزی و منطقه غربی چین پیوسته تهدید میکند که برای بازی‌های زمستانه المپیک سال 2022 در پکین تهدید فوری است. گپی وزیر امنیت تاجیکستان. اناکنون اینها چی میگویند؟ از پکین برای برگزاری بی‌خطر و موفقانه بازی‌های المپیک پشتیبانی میکند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان برای خوب گذشتن بازی‌های المپیک در چین و تامین بودن امنیتش پشتیبانی میکند. یعنی در حل کار است. و برای برگزاری موفقانه بازی‌های زمستانی المپیک چاره‌های ضروری می‌اندیشد. اینها باز برای در خطای بازی‌های المپیک خوب و با امنیت گذشتنش و رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان چاره‌های ضروری می‌اندیشد. دوستان عزیز، چرا رفت و آمد همین شب روز رئیس کمیته امنیتی ملی بلبلکش خواند و درباره بازی‌های المپیک پکین صحبت کرد؟ در زیر این کاسه چی نیم کاسه وجود دارد؟ بیایید همین را گپ میزنیم. در زیر این کاسه نیم کاسه همین است که
اینها میخواهند در بدخشان یک ناآرامی به وجود بیارند تا اینکه یک ریوانش به میان بیاید. اینا در بدخشان شکست خوردگی هستند. حکومت تاجیکستان، کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تمام تنگ و توپ و تفنگشان در بدخشان شکست خوردگی هستند. اینها ریوانش میخواهند، یعنی فرصت رو استفاده برده یک به یک کردنی هستند. حاضر 1-0 است. انا برای همین 1-0 رو مردم کرد. اینها با تنگ و توپ و تفنگ، با خونریزی و سرکوب کنی میخواهند ریوانش کنند. انا برای همین خطایی که نمیخواهد در این شب و روز در سرحدش ناامنی به وجود بیاید، اینها میخوان اول با همین گپ‌هایشان ریزوگی پکن را به دست بیارن. اول ریزوگی پکن را به دست آورده ما هستیم. این احمقی هایی که ما در بدخشان در سرحد چین میکنیم هیچ خلل نمیرسونه. ما همه چاره های ضروری را میاندیشیم، اول بعد احمقی را سر میکنیم. گفته با این مقاله چیکار کرده سودان؟ رضایت پکن را میخواهند به دست بیارند. بعد از اون که رضایت پکن به دست آورده شد، بعد میخواهند در بدخشان یعنی یک فضای ریوانش، یک اکتاگون بسازند که در او غالب کی است؟ فقط کمانده امام علی رحمان است، رژیم است. حضور اکتاگون را آماده کرده ایستادند. به داخل اکتاگون هر نیرنگ های جو کرده ایستادند که در اونجا باید غالب فقط بوزک جنگلپا باشد. فهمیدید نه بوزک جنگلپا کی است؟ حالا بوزک جنگلپا نام نهادیم. چند نفر دوستان خودمان خواهش کردن که همین نام رو تغییر دیم. ما یک روی کردیم، ایستادگی کردیم و نام رو دیگر نکردیم. برای چی؟ برای که واقعا این بوزک جنگلپا است یا جنجلپا است یا زنگولپا است و این رفته است به کوبیدن بام جهان. بام جهان میدونیم که این بدخشان است. بدخشان با کوههای سر به فلک کشیده خود به خود نام بام جهان را دارد. اینها رفتند بام جهان کوبیدن، این بوزک جنگلپاها. واقعا در وقتهای کودکی ما افسانه بوزک جنگلپا یک افسانه مثبت یعنی بود که خودی همین رول اساسی بوزک جنگلپا یک رول مثبت بود که برای دفاع فرزندانش از دشمن قهرمانی افسانه بود. اونجا بیشتر قهرمانی بوزک جنگلپا را برای دفاع کردن فرزندانش از دشمن نشان میداد. اما حاضر این بوز عموما همین بوزک قهرمانی رولی منفی است. هر کجای نام بوز گرفته شد که ها پیش نظر میبیند؟ وطن فروشان، خائنان، چاپلوسان، خبرکشان، جاسوسان. همین جاسوس و خبرکش عموما سینونیمش بوز شده است. بوز گفتید علاقه همه میفهمد که کی است. برای همین ما هم در حال بوز گفتیم همه فهمید که کی است. این بوز، این بوزک جنجلپا چقدر بوز است؟ با بوزک جنجلپا بین چوپان ها میدونن، بین مال های چی میگوید آرام، بعضی از پیتر بوزهای پیتر میکرده گشتگی پیدا میشود. همین چگه نمیدوند، چوی نمیدوند، همین زده رفته هم میگیرد به هر کجا. سرحد نمیدوند،
بعد با گردن او زنگوله آویزان میکنن با گم شده بختای گذشته نبرود گفته برای با گردن او زنگوله آویزان میکنن هر گو جرینگ جرینگ کرد میفهمن که گجا رفته است بعد از تریتوری نگذارد گفته داوید رفته گردونده گرفته میبرندش و از عقب این دیگه مالهای هم رفتن میگیرد حالا این بوزکی جنجلپوی تاجیکی که در گردنش زنگوله امامعلی رحمان است همون بدخشان رفتگی است همیشه به روزها مثل پامیردیلی خبر دادگی است که همیشه به روزها سایمومین یتیموف انیخترش بوزکی جنجلپوی تاجیک سر همین برآمده رفتگی است تا به همین بام جهان حاضر من بوزکی جنجلپا میزنم به هر دو پا گفته در بام جهان پاکوبی کرده ایستاده است حالا زنگوله ها هم زمانویش دیگه هستن همین تلفن است آخر رادسه هست چی هست در حال میفهمن چی از گلکاتسه هست حاضر در حال میفهمن که این بوزکی جنجلپا تا کجا رفتگی است این رفته است حالا بعضی خبرها است که از اداره کمیته دولتی امنیتی ملی ولایت مختار کوهستانی بدخشان چند ماشین های پیکاپ میبرایند شبانه به طرف سرحد حرکت میکنند که اساسا در آنها چی میگوید خون ماشین هایی که خون کشانیده شدن یعنی برای اون کسانی که زخمی میشوند خونی بسیار از دست میدهند در حالت جنگ و در حالت زد و خورد با آنها خون داده میشود حالا پیشکی اینها خون ذخیره کرده شدند من کی گفتگی است حاضر این گپه حاضر من میبیارم به شما حاضر میگویم تون کی میگوید الکساندر کنیازف میگوید که از پامیر خبر میدهند که نمایش با حمله از افغانستان در حال آماده شدن است هدف شاید زیر شعار آنتی ترور پخش کردن کوشش بدخشانی ها به مختاریت واقعی و از بینبری رهبران جمعیتی این منطقه باشد به این بازی کشیدن سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هم بعید نیست یعنی اینها اول میخواهند یک همین جنجال را به میان بیارند و باز بعد برای سرکوبی مردم سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت کنند حالا اینها تجربه گرفتن در قزاقستان حالا همین تاجیکستان و روسیه و بلاروس حاضر در یک حالت چی هستن همین خیلی ادرنالین میگن چی میگن همین خیلی اینها حاضر در همین حال هستن در قزاقستان مردم را سرکوب کردن مردمی برآمدگی را سرکوب کردن اول بوی داده ایستاده بودن به همه طلبات های مردم راضی شده ایستاده بودن گاز رو ارزان میکنیم حکومت به استعفا میرود راضی شده ایستاده بودن بعد روسیه گفت که اگر کاری خیلی شود این قزاقستان مردم میشود نوبت من هم میآید روسیه ترسید از حالتی که در قزاقستان آمد ان اخترش روسیه ترسید گفت که مثلا گریم گوی تو قایر کو کجا رفته ایزودی تو همه گپ ها خوب همه گپ ها تو خوب گوی منم ها خوب گفتنم در کار است اونجا برادرم امامعلی ها خوب گفتنش در کار است اینجا لوکاشنکو هم ها خوب گفتنش در کار است خود دیکتاتورها در نزد این دیکتاتورها تا قیف آخر کودک ده دین به سری حکومت آمدگی است تو بسیار گپای نمیفهمی چه خیلی ها خوب گویی دام طبیعی روز من لشکر میفرستونم شریپوویچ میگم لشکر میفرستد لوکاشنکو میگم ساشه لشکر میفرستد سرکوب میکنیم مردم مایل خودت که خودت حالا این ضررت به ما هم میرسد حالا نه دهانمان به آش رسید گفته پوتین توقیف جنگ میکند بعد توقیف روزی میشد اینها میرن چیکار میکنن در قزاقستان پخش میکنن بیناها رو میسوزانند
چند تروریست میقپند به گفته خودشون. با این تروریست ها یکی کشتند و قاپیدند و چوک کردند. مرده های خودشان را این مرده ها به گفته توقیف از مرغ گرفته گریختند. مرغ بردند، مرده تروریست ها را گرفتند. برای چی؟ برای اینکه جامعه بین المللی طلب میکند از آنها، اکسپرتیز طلب میکنند اینها در چه حالت مردند، اینها کی هستند، چی هستند، چه خلال تروریست هستند. یعنی اینها از اکسپرتیز چه خلال تروریست ها را کشتنی لشکرهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی هم پیشگیری کردند. تمام همه جا را رفته تازه کرده موندن، هیچ نشانه نیست. مرد شوی رفته تفتیش کن که اون تروریست ها بیاب که اون تروریست ها در قزاقستان کی بودند. همین حالت را اینها حاضر در تاجیکستان تشکیل کردنی هم. بچه در تاجیکستان کم 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 بوهاش برآمده ایستاده است. امام علی رحمان حالا در سازمان پیمان امنیت ملی، سازمان پیمان امنیت دست جمعی گپ زد، گوش کردید؟ خیلی دروغ بافی کرد که گفت از اون طرف افغانستان همین خیلی تهدید سخت است، 12 اونها همین سرحد آمده یکدیگرشون کشته ایستادن، خودشان با خودشان جنگ کرده یکدیگرشون کشته ایستادن. همین من دلیل دارم که چیزهای امنیتی من سنجیده برآمدن، 12 نفر مرد، 18 نفرش مجروح شد. ما چیزهای اکتشافی ما معلومات رو به من رساندن. به نهایت اونجا سخت است. ما میخوایم یک کمربند امنیتی اونجا تشکیل شود از طرف سازمان پیمان امنیتی دست جمعی. یعنی همین چه خیلی قزاقستان بردید به ما بیارید، به همین سرحد برده مونیم همه اینها را، کلبرها را. این چه گفتنی گپ است؟ حالا باز میگن که از اداره کمیته امنیتی ملی ولایت مختار کوهستانی بدخشان از شهر خاروخ چند نفر سربازان را لباسهای افغانی پوشانده به سرحد برده ایستادند. وای سربازان، الکی شما با همین سله پوشیدن و با همین جامه پوشیدن و با همین کلاهی افغانی پوشیدن ها نامه مرگتان رو الکی، نامه سیاحتان رو الکی نوشتید. یعنی به کشتنتان راضی شده اید. اولین تیرها به سوی شما نگرانیده می شود. حالا شاید از زندان چندین نفر را گرفته بردگی هستند که از اینجا زنده برایی تمام تو خلاصی، به طرف افغانستان گذشته رفت، تمام تو خلاص. ما یک چی میکنیم؟ حیده میکنیم، از عقیبت تیر میکشویم، میگریزی طرف افغانستان گذاشته میروی، تمام تو خلاص. میمونن که میگریزید شما. و سالهای 91 92 از دریای 5 گذشتن ها فراموش شد مگر؟ در همون دریای 5 خونی هزارها نفر ریخته شد. اینها میخوان به همون برده تنگ دارن و از مردمی عادی، از مردمی آسایشته تروریست و اکستریمیست روشن و بگوین که ما اینجا اچیستکه کردیم، تروریست و اکستریمیست نابود کردیم. بویش آمده ایستاده است. یک نفری که آزاد در بدخشان زندگی دارد، در شهر خاروخ زندگی دارد، محمد باقر. محمد باقرов است. حالا نوارش هم اینجا هست، به زبان خودشان گپ زدگی هستند، به زبان همین مردمی بدخشان. اما من از دوستان خواهش کردم که همین گپشان را ترجمه کنید تا من به دوستانم بگویم. اینجا این رو میگن که رهبر گروه متشکل جنایی به گفتی رئیس
ولایت مختاری کوهستانی بدخشان علیشیر بود چی بود علیشیر میرزا نبود چیکار کرده است اینها رو مجلس کردن نمونده است مرد از این روزتون مرد از این روزتون وقتی شما ببینید حرمت احترام یک نفر از حرمت و احترام شما بالاتر باشد اگر وای مثلا گریم روزی نشد که به مجلس شما برود دیگران اون نمی رفته باشد من هم نمیرم میگم به خاطر احترام وای و شما در کوچه میمونید به ستولهای خالی گپتون رو گفته برمیگردید یا اینکه تمام دیگر ناامید شده میگردید سونی میگید این رهبر گروه متشکل جنایی به ما فرصت نداد که ما در اونجا مجلس کنیم همین گپش بود یک بار گوش کنید چی میگه افندی رئیس شهر خوروغ تعیین گشت و محله به محله رفته با مردم واخوری کرده درد دل مردم رو دانسته نقشه شورابینی اوید رساندن کمک و آباد و زیبا کردن شهر خوروغ رو تبدیل دید لیکن در محله خوروغ بالا دو مراتبه کوشش واخوری با ساکنان محله دو مراتبه کوشش میکند لیکن از جانب رهبر گروه متشکل جنایتی محله خوروغ بالا محمد باقرов مانع ایجاد میکند رهبر گروه متشکل جنایی را یک محله آدم گوش میکرده صحبت میکرده است احترام میکرده است رئیس محله رود یک پشه در اطرافشون پرواز کرده ایستادگی بروین نمیشناختن مرو از این روزته از این روزت بمیر این شرمندگی است ببینید یک نفر رو تو را هیچکس گوش نکرده است من همین محمد باقر است کمتر صدایش رو بلند کنید یعنی از رئیس یک ولایت یک لیدر یک نفر یک محله حرمت و احترام مردم اومد از حرفایش رو گوش میکنند این رهبر گروه متشکل جنایی نه یک شخص آبرومندی دیارش است مولا من اونجا به دوستان گفتم که به من ترجمه کرده من میگه که اینجا اساساً واکنش این مرد و گپای دپوتاتی لوحی ونج است که میگوید ما را جدا کنید دروازه است لوحی دروازه است ما را جدا کنید اگر اینها باشند ما از بدخشان جدا میشویم بسیار گپای صلح‌پرورانه و بشر دوستانه این نفر رو من گوش کردم و خوندم بینهایت پیش منم این مردک رو من نمیشناختم حرمت احترامش زیاد شد مردک میگوید که تمام عمر ما با مردم ونج و درواز برادر بودیم خواهیم یا نخواهیم آنها همیشه بدخشان را در ورزش گوشتینگیری نمایندگی میکردند ما با آنها از یک کاسه خوراک میخوردیم و کسی ما را از همدیگر جدا نمیکند با دپوتات ها چی باید کرد ترتیب بازخوان خیلی طولانی است آنها را مجبور کردن لازم است که اختیاراً ماندات های خود را سپارند وریانت دوم اگر دپوتات ما را نشناسد وی را بایکوت اعلام کردن لازم است ما از مختاریت و شأن و شرف خود دست نمیکشیم و چی در داخل جماعت و چی با برادرانی از ونج و دروازی آماده چی هستیم آماده هستیم کسی با ما جنجال کرده نمیتواند ما را مثل هندوها اکران راندن نه سخن داریم نه اینترنت و نه علاقه شرایطی مثل کوهستان همین خلاص آنها دعوا دارند که از ما 375 عدد اسلحه آتشفشان گرفتند یعنی من دعوا دارد که از اینها 375 عدد اسلحه آتشفشان گرفتند اگر این قدر اسلحه می‌داشتیم مردم فرار برای آنها می‌گرفتیم و مادی فرمانه رو برای تیرباران می‌کردیم ما نیز با قرغیزها هیچ مشکلی نداریم هزاران سال در کنار هم زندگی کردیم
من به مردمی ونج در روز مراجعت میکنم که تمام عمر برادر بودیم و از ما جدا نشویم. ما فامیلی عجیبیم. ما شما را هیچگاه از خود جدا نکردیم و نمیخواهیم. وکیلان ونج و درواز را مجبور کردند که چنین سخن برانند تا دقت مردم را از مشکل اساسی دور سازند و بین ما نزاع سر کنند. 15-20 نفر قاتلان گلبدین تا 28 سال باید زندان شوند. و فکرم این گونه تاجیکان بیرحم وجود ندارند. محض بعضی گروه‌ها چنین جنایت بیرحمانه صادر کردند و به امام رحمان مراجعت میکند. جناب عالی، ما نیز در رویش گلدوزی نداریم و خدمت اندکی برای دولت تاجیکان نکردیم، ولی از خودمختاریت و شأن و شرف انسانی خود همین طور دست نمیکشیم. طلب اساسی ما استعفای رئیس ولایت، یعنی همین میرزا نبات، علیشیر میرزا نبات. یک شهروند حق ندارد استعفای رئیس ولایت را طلب کند. حق دارد. وقتی که استعفای را طلب کرد، توی را رهبر گروه متشکل جنایی میگوی، با همین گپایت میترسونی و میخوای که او را از بین ببری. این چی سیاست است؟ این چی سیاست است؟ این سیاست را به شما کیا میگه؟ همین پیشوایتان امام علی رحمان یا که سیمومین یتیموف؟ حالا ببینید خودی همین سیمومین یتیموف هم بعضی از دیگر ورسی ها وجود دارد که میخواهد سناریوی در قزاقستان شده رو در تاجیکستان پیاده کند. در قزاقستان به هر حال قاسم جمعت توقایف پیشوایش رو یک شرط به عاقب زد. از همین میتینگی که شد، تظاهراتی که شد، بی سر و سامانی که در قزاقستان شد، کی برد کرد؟ بیشتر از همه قاسم جمعت توقایف برد کرد. نظربایف رو یک شرط به عاقب زد، البسیگیش از بین رفت، رئیس شورای امنیتی قزاقستانیش از بین رفت، تمام دخترانش 300 میلیون دلار از دست دادند، چند اهل عائله‌اش گریزه شده رفت. خود نظربایف تا به همین روز زنده است یا مرده است تعیین نیست. زنده بودنش یا مرده بودنش تعیین نیست. حالا همین سناریو رو قاسم جمعت تاجیک، از نقطرش قاسم نامرد تاجیک، سیمومین یتیموف میخواد در تاجیکستان پیاده کند. همین خیلی یک بسر و سامانه به میان بیارد، پیشوایش گمنام شود، دختران پیشوایش مال ملکشان را گریخته روند و تمام تاجیکستان به خودش ماند. حالا این همین نقشه قاسم جمعت در تاجیکستان پیاده کردنی است. سیمومین یتیموف با از کجا سر کردنی است؟ از بدخشان. همه جا تینجی بوده است، هیچ کس جمع نمیشده است. گفتی علیشیر میرزا نبات، فقط این همین بدخشان بوده است که در اینجا مردم جمع میشده اند، مردم تظاهرات میکرده اند، خلل ایجاد میکرده اند. ها همین گپش هست در اینجا. یک بار مونید مردم گوش کنید. جنایت صادر کرد، دعوتنامه بردن رساندن، او عذر می شود. اگر که عذر نشد، رفته دستگیر کرده می بیارند. لیکن در یگون منطقه جمهوری تاجیکستان در نزد ساختارهای قدرتی، پروکوراتورا، سود، میلیسیا، کمیته دولتی امنیت ملی یگون کس جمع نمی شود. 200-300 نفر گرد نمی آیند، فشار نمی آورند، مانعگی ایجاد نمی کنند. این خاص فقط برای شهر خارق و ولایت مختار کوهستان بدخشان است. مانعگی ایجاد نمی کنند. این خاص ولایت مختار کوهستان بدخشان است. اینها چی احمقی کنند؟ باید مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان مهر زنند، بلب مهر زنند، خاموش باشند. حالا معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان استاد علیم شیرزمان وارد شدند. زاده بام جهان
ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و از ما دیده در این باره بیشتر معلومات دارند. خوش آمدید میگویم و بدون مقدمه سخن را به خودتان میسپارم. اگر یگان پرسیدنی داشتم بعد از آنکه گفتنی هایتان گفته شد بعد میپرسم. سلام علیکم دوستان عزیز، تماشاچیان عزتمند و تمام کارمندان برنامه شما و تشکر از اون که ما رو به مهمانی دعوت کردید. من به یک چیز از نواری که شما موندید به یک چیز دقت چند روز میخوام دقت کنم، لیکن احساساتی میشوم و دقتم به مسئله دیگر بد میشود. ببینید اینها مفهوم ها رو عوض کردن، مفهوم های یعنی از واقعیت رو به طور دیگر قلمداد کردن میشوند. ببینید واقعیت در چی است؟ واقعیت در آن است که یک گروه از سلاح‌بدستان رسمی، یعنی گروه متشکل جنایی یا گروه تروریستی رسمی تاجیکستان آمد و به طور وحشیانه یک جوان را به قتل رساند و در اثر خیزش مردمی که با احساسات از چنین وحشانیت مردم با احساسات به میدان ریخت، بر اثر این باز دو جوان دیگر جان خود را از دست دادند و چقدر مردم دیگر را اینها زخمی کردند و اینها مفهوم ها را عوض کردند. ببینید اینا آمده ایستادن و میگن که شما درخت‌ها رو بریدید، شما تظاهرات کردید، یعنی جنایت کردید، تظاهرات کردید، حق کنستیتوسیونی یک شهروند تاجیکستان رو اینا جنایت قلمداد میکنند، ولی جنایت خود را یک عملی خب قانونی میحسابند و میگن که گلبدین در پیگرد قانون، یعنی در پیگرد قانون بود و یک مفهوم دیگر را اینها، مفهومی که جنایتکار است، اینها اون را هم این مفهوم را هم به گوش مردم تاجیکستان همین خیل آورده ایستادند و مردم تاجیک هم قبول کرده ایستاده است که ببینید جنایتکار رو در تاجیکستان همون نفر را هم جنایتکار میگن که بر اثر یگان حقوق ویران کنی فرض کردیم 1 سال زندان شد، یعنی یا حتی زندان هم نشد، شرطی گرفت، 1 سال شرطی گرفت، یعنی همون حقوق ویران کنیش تا همین حد ناچیز بود است که او را حتی زندان نبود، ولی نامش جنایتکار است چون که طبق کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان را به جوابگری کشیدند، یعنی نامش جنایتکار. اینا آمدن نام جنایتکار کردند، همین خیل جنایتکار، همین خیل کلمه جنایتکار معناش همین خیل به درجه بلند برداشتن که یعنی جنایتکار که شد او حق زندگی کردن ندارد، ما حق داریم چه رقمی که خواهیم او را به قتل رسانیم. و در این نشست خود کاتب شورای امنیت هم عیناً همین گپ رو در همین یعنی مقایسه میکند واقعه های 2012 و 2014 که در سال 2014 هم جنایت از طرف مقامات صورت گرفت و مردم واکنش کردند و در نتیجه تفتیشات حتی معین شد که مردم عیبدار نیستند، مقامات عیبدار است. ولی اینا باز آمده باز مفهوم ها رو عوض کرده، میگن که 2014 را مثال آورد، 2018 2022 و میگه که خب همون حادثه ها عین حادثه قزاقستان بودن و ببینید در قزاقستان همین جنایتکاران و تروریستان آمدن با خرابی ها دست زدن، غارت کردن، اینه کردن وای کردن و گفت که پرزیدنت قزاقستان امر داد که به آگاهانیدن
مردم تظاهرات کننده را پراندن ممکن است به آگاهی می‌رم. و این با این کنایه میگه که خب ما شما را هم ما همین حق را به خودم گرفتیم و بر ضد شما هم عیناً همین کار رو انجام خواهیم داد. ببینید بیرون از آن اتهامات قبلی که نسبت همین به نام لیدران غیر رسمی بدخشان اینها دارد، فرض کردیم شاید 2012 شاید 1992 نمیدونم، جدا از اون در همین حالت 28 نوامبر که اینا میگن از طول 2 ماه مردم به گروگان گرفته بدخشان را در گروگان بوده بدخشان زیایان بدخشان در گروگان بوده را مجبور میکنن که آنها همین جملهشان از این جای سر میشود: ما واقعه 25-28 نوامبر در خروق به وقوع آمده را سخت محکوم میکنیم. واقعا من هم سخت محکوم میکنم و من هم رنگی که امان نفران از تلویزیون بدخشان میگم، منم میگم که جنایتکار باید در پس پنجره باشد، جنایتکار باید جزای خود را گیرد و او جنایتکار باید پیدا کرده شود اول. و اون جنایتکار اونایی هستند که در کپروک دهه 17 همه ما شما دیدیم در نوار چخیل وحشیانه گلبدین را به قتل می رسانند و انا جنایتکاران همونها هستند و سببگار تمام ناامنی و تمام بسر و سامانی محض همونها شدند و اینا امروز میوند و همه این را صرف نظر میکنند و دعوت به آن دارند که حتی رئیسان ناحیه، شهر، ولایت، آخر چخیل شما رئیس شهر و ولایت شده دعوت به آن دارید که شهر و ولایت شما را بسوزاند. همین یتیم و اینا باز به چین و به روسیه پیام میدن که خب ما به خاطر امنیت بازی های المپی، یعنی ما بدخشانی ها 4 چخیلی که خودشون میگن 4 اوباش خورو با بازی های المپی چین تهدید می آورده. تا این حد اینها یعنی رنگی که همون پرزیدنت نو عمل قزاقستان افسانه ها خوند، اینا هم عیناً همون افسانه ها رو خونده ایستادن و امروز متاسفانه ما در خب در دمی خیلی چیز قرار داریم، واقعه خیلی سنگین و تهدید خیلی سنگین به امنیت کل تاجیکستان و به ویژه امنیت بدخشان هستیم و این به خاطر همان کرسی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، وزیر کارهای داخلی، اینا میخواهند که با سرکوب بدخشانیا و رحمان در کار بودن خود را اثبات کنند. یعنی هنوز سر کار بودن خود را، هنوز پیر نشدن خود را، هنوز به نفقه گسیل نشدن خود را بر امان اثبات کردن که ما هنوز هم به تو صادق هستیم و ما هنوز هم قادر هستیم که برای خدمت. حالا من همینجا یک چیز پرسیدنیم، اگر از رسانه ها خوانده باشید رئیس وزیر کارهای خارجی چین وان ای با لاوروف صحبت تلفنی داشت که این صحبت تلفنیشان رسانه‌ای شد. در اونجا وان ای آشکار، وزیر کارهای خارجی چین وان ای آشکار میگوید که مسکو و پکین باید به عمیق‌تر کردن هماهنگی و همکاری، مقاومت به مداخله‌های نیروهای بیرونی به کارهای داخلی کشورهای آسیای مرکزی ادامه دهند. اینجا یک چیز دیگر میگوید حاضرمن، چین و روسیه همچون عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد
و همسایه های دوست کشورهای آسیای مرکزی باید نگذارند که آسیای مرکزی به بی‌سر و سامانی و جنگ گرفتار شود. به فکر شما آیا کشور چین و روسیه از همین اقدام های تاجیکستان پای برده این گپ را گفته است و نمیخواهند که قضیه که در قزاقستان شده است در تاجیکستان تکرار یابد و این پیشگیری کرده شود؟ یا چه نگرانی از این دو ابرقدرت به میان آمده است که یک باره این خیل گفتن و از پی این جا به جا وزیر امنیت برآمد کرد گفت که ما کوشش میکنیم که به امنیتی گذشتن بازی‌های المپیک در پکین خللدار نشود و همه این چاره‌ها را ما می اندیشیم گفته یک باره سیمومین یتیموف برآمد میکند. در این باره فکر شما چی است؟ این برآمد سیمومین یتیموف البته که باز از خود درک دادن است. اینجا او تمام وکالت‌های رئیس جمهور، وزیر کارهای خارجی و بجز وزیر امنیت تمام وکالت‌های دیگر نهادهای قدرتی تاجیکستان، نهادهای سیاسی تاجیکستان را گرفت و این باید نکویش از طرف خود رحمانوف شود که همین خیلی اجازت به خودش داد. لیکن این با این عملش این هنوز هم در یعنی چیز بودن در سیاست یعنی بازیگری اساسی بله در سیاست بازیگر بودن خود را میخواد ثابت کند. تمام این اظهارات فقط به خاطر اظهارات. لیکن اون زنگی که وزیر اون زنگی که وزیر کارهای خارجی چین و وزیر لاوروف داشتند اون بسیار نگران کننده است. از افتش با باور بنده روسیه بر رحمانوف اجازت نداد بر چنین یک عملیات در خاک تاجیکستان، ولی رحمانوف از چین خواست که تاثیر رساند بر روسیه و من به خاطر همین زنگی وزیر کارهای خارجی چین و وزیر کارهای خارجی روسیه به وقوع پیوست و چین روسیه را هشدار داد که چیزی که رحمانوف نکند ما باید حداقل به او خلل نرسونیم. یعنی یگانه طلب چین از روسیه همین است که رحمانوف در تاجیکستان با سپارش من همین کار کرده ایستاده است، چقه نشد. بله، حالا ببینید با صحبت دو وزیر کارهای خارجی چین و روسیه اینجا رئیس امنیت تاجیکستان جواب داد. حالا میتوانست این با این خودی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان واکنش کند؟ یعنی بجای وزیر کارهای خارجی تاجیکستان اصلا زیر دست خودش بودن را سیمومین یتیموف به نمایش گذاشت. یعنی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان اصلا تا به همین روز در دوره حکومترانی رحمانوف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هنوز یگان وزیر طبق وکالت‌های خود عمل نکرده است. یگان کس به او اجازت نداده است که طبق وکالت‌هایش عمل کند و این مسئله را عادتاً به جای او دیگر شخصیت‌ها یا نهادها حل می‌کنند و امروز به نظر می‌رسد که بیشترین سخن را در همین کارهای خارجی یتیموف داشته است و البته که خود رحمانوف هم در کارهای خارجی اونقدر گویم که زیرکی سیاسی ندارد، لیکن همین یتیموف در اینجا نشان داد که در اینجا بازیگر اساسی است. حالا ببینید خودی سیمومین یتیموف از همین بازی‌های خونین گویم هم می شود، یعنی بازی با خون مردم
چی به دست میبیاره؟ یکم حلاوت حرفه‌ای میبرد، چون ما میدونیم این چه نهادی است و چگونه تربیت اینجا یافتن. این یک حلاوت است، از همین بازی حلاوت میبرد. در این بازی برای این نهاد، تربیت گرفتگان این نهاد، اصلا مقدار تلفات اصلا مطرح نیست. از کدام طرف چقدر تلفات به اینها اصلا موضوع روز نیست. اینها از همون خود بازی خودشان علاوت میبرند. این یک کسلی بیماری روانی می شود برای اینا. رنگی که اون بازیگرانی که در چیز هستند، در قماربازی میکنند، فرض کردیم استافکا میکنند، این از خود همان روند علاوت میبرند. چی آنجا حتی از باخت خود در یک نبرد و برد خود در نبرد دیگر، همه همین یک حلاوت است برای این یک وسانیت. این نمیخواهد که یکم خودش نمیخواهد که وظیفه را خالی کند و ثانیاً نیروهای در قدرت هستند که امروز اون نیروهای ضد رستمی که در قدرت هستند، آنها نمیخواهند که یتیموف که سرپرست اساسی آنها است در همین بازی، آنها هم اندک نیرویشون اندک نیست، مبلغ های انگفت دارند و آنها هم از عائله رحمانوفند و اینجا حاضر رحمانوف به نظر می رسد که در نزد همین گروه خیلی ضعیفتر می توبد در حال حاضر. و چون رحمانوف در اصل خودش امروز به فکرم قابلیت ذهنی و قابلیت ذهنیش هم سست شده است و امروز وی نیاز به یک یتیم و دیگری از آن طرف دارد. یعنی یک بازیگر دیگری از طرف دوستان باید جوانتر در برابر در مقابل یتیموف داشته باشد که این دو تیم بیایند و این تیم رستم بیاید و اینها رو زیر کند و خب قدرت رو انتقال دهد. در حالت امروز ما شاهد چنین حال شده ایم و از همه قربانی برای اینها ارزانترین قربانی این بدخشان است. چند بار اینا بدخشان رو انتخاب کرده بودند، حتی در سال 92 کنجایف هم بدخشان رو انتخاب کرد به خاطر ضدیت با رحمان نبی و از قدرت دور کردن رحمان نبی. سفرعلی کنجایف هم آمد کارته بدخشان رو بازی کرد و چندین بار ما شاهد بازی کارته بدخشان شدیم که این ارزان ترین کارته در این بازی. چرا بیشتر استفاده برده میخواهند؟ چون که این ارزان ترین کارته است در دستشون. چون در اینجا مردم اقلیت قومی است که برای هر یک فرض کردیم حاضر برای گل بدین چقدر آوازه و چقدر مردم بپاخ است، از کودک تا پیر برای یک گل بدین که او را اصلا نمیشناخته. مثال من او را نمیشناختم، لیکن من این را همچون ماتم، من از همون روز تا به همین روز ماتم دارم. یک جوانه که او را نمیشناختم و چندین همه بدخشانی ها در کل سیاره که هستند این ماتم ما هستند و امروز بدخشانی ها امروز در دنیا خواب ندارند و این یک کارته در بازی سیاسی تاجیکستان هنوز از سال 92 به این روز یک کارته است که اینا میدونن که این کارته ارزانترین برای خیزش سوق، برای خیزش ختلان، برای خیزش دوشنبه، اینا باید اون نیروهایی که خواهند یک خیزش در آنجا کنند و یک حرج و مرج کنند و در آن مایی دارند، در آن آبلای در اونجا باید خزینه کنند
در اینجا یگان خزینه در کار نیست. یک گلبدین رو همین خیلی پرانی، مردم به طور طبیعی مردم به میدان ها میریزد. مردم یعنی 2 ماه است که مردم چی است ناراحت است، لیکن اینها همچون یک تماشابینی که یگان سریال این ترکی رو تماشا میکند و اون بازی های درباری رو خب از اون حلاوت میبرد، اینا حلاوت برده ایستادند از زمین مشکلی های ما. درست. و باز همون برادران و خواهران بدخشانی رو که از بودجه معاش میگیرند، اونها را مجبور کرده اونها بر ضد خواست خود همون برآمدها رو میکنند. اینا باز از پس زدن اونها علاوت بیشتری میبرند. یعنی از مقابل هم ماندن بدخشانی ها اینا شکفتند، اینا علاوت میبرند، اینا توی دارند. در موتم ما اینا توی دارند. بله. حالا یک کم آنسوتر میرویم. به فکرم شما برآمدی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رو در نشست آنلاینی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تماشا کردید، گوش کردید. از پی این برآمدش یک چند واکنش ها به میان آمد. حتی مفتی روسیه به این برآمدی امامعلی رحمان واکنش کرد. از اون سوی عمو طالبان واکنش کردند که دروغ نگو گفته. از اینجا سفسطه نگو گفته مفتی روسیه واکنش کرد، برآمد کرد. حالا بیاید به واکنش طالبان نظر میکنیم. امامعلی رحمان گفت که در سوی عمومی طالبان به همدیگرشان زده ایستادند، باید ما یک کمربند امنیتی تشکیل کنیم و هکذاها. بعد طالب کی بود؟ بلال کریمی، معاون دومی وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در حال در صفحه توییتریش نوشت که ادعای امامعلی رحمان بی اساس است. ما اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان را درباره تأسیس یک قطار اردوگاه‌ها برای فعالیت‌های تخریبکارانه در مناطق هممرز با تاجیکستان قطعاً رد می‌کنیم. امارت اسلامی افغانستان همه کشورهای همسایه را اطمینان می‌دهد که مرز امن است و به هیچ کشور از جمله تاجیکستان خطر تهدید نمی‌کند. این را بلال کریمی، معاون دومی وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از افغانستان گفت. این جواب به گپ‌های امامعلی رحمان در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است. اکنون شما نگاه کنید، ما از قرقیزستان، از مرز با قرقیزستان میشنویم که قرقیزستان به نزد مرز قوه‌هایش را زیاد در مرز با تاجیکستان قوه‌هایش را زیاد کرده است. به مرز تاجیکستان تجهیزات نظامی زیاد آورده است. بی‌سرنشینی بیرقتر از ترکیه خریداری کرده است. این رو محض به خاطر سرحد تاجیکستان کرده است. همه این رو میشنویم، میخونیم، خبرها از خود رسانه‌های قرقیزی نشر میشوند. به این یگان واکنش ندارد حکومت تاجیکستان. و حالا که اینها کفالت داده ایستادند و یگان بار در تاریخ، حالا طوری چندین سال باز از طرف افغانستان یک تیر به جانب تاجیکستان نگذشته است، اینها اینقدر واهمه پراکنی میکنند. و حتی ببینید شنیدیم که در بدخشان، در خاروق چند نفر را سله پیچ و کلاه پوش کرده با ماشین ها به سرحد افغانستان بردن. این گفته های امامعلی رحمان و این مسحکه ها برای چی است به فکر شما؟ و این دیگر معلوم است همین خب از گفته ها، اما همین رتوریک به گفته روسو معلوم است که این به مقصد فشار آوردن یا اجازت گرفتن برای سرکوب کردن هر گونه اعتراض در داخل تاجیکستان است. چون که خیلی که شما اگر مشاهده کرده باشید، همه همین حکومت ها شاید بجز پوتین دیگرها همه در هراس بودن. صحبت هم که میکردن
با هراس صحبت میکردن که خب اینا میدانن که مردمش از حکومتش ناراضی است. یعنی مردم کلا 80-90% با همان رژیمشان ناراضی است و هر ساعت میتواند یک واقعه سرزند، یک اعتراض در این کشورها سرزند و در همه همان برآمد او وایمه بود، او وایمه که او در نهادش داشت و او وایمه را به اونجا انتقال داد. او افسانه های خون، افسانه هایی که طالبا در او سوی آمو طالبا یکدیگر رو با یکدیگر رجوع کردن و خب از آن شناخته که من و شما همه ما حتی رحمانوف از طالب دارد، حتی پوتین از طالب دارد، این با اونها دلیل می آورد که یک برخورد اونجا شده است، همگی 12 نفر مرده است. ای بچه، طالب که برخورد کند و همگی 12 نفر مرده باشد، اونجا یگان واقعا نشده است. یعنی این یک احمقانه سخنهایی که دلیلاری به خاطر آن که هر گونه کمترین اعتراضی که در قلمرو به تاجیکستان شدنی است، من آن را سرکوب میکنم، چون ما شاهد چنین اعتراض شدیم در قزاقستان که نشود که این به تاجیکستان سرایت کند و ما باید همین اعتراض بدخشان را در جایش سرکوب کنیم که نشود که هم به دیگر ولایت های تاجیکستان هم سرایت کند و باعث از قدرت دور شدن ما شود. یگانه انگیزه همین برآمد، یگانه پیامی که رحمانوف با این برآمدش به حاضرین در آنجا داد همین بود که ما سرکوب میکنیم، شما به ما اجازت دید برای سرکوب کردن و در عرصه بین المللی ما را از لحاظ سیاسی اون وزیر کارهای خارجی چین که میگه که ما دو عضو شورای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، یعنی این علاقه او چیز توجه کردن او جنایت های در پیش استاده که رحمانوف و یتیموف در بدخشان انجام دادنی هستند. اینا میخواهند که توسط همین کشورهای آدکبه و شوس این رو در عرصه بین المللی پوشش قانونی دهند. درست. حالا یک نفر رو پیوست میکنیم، شاید یکان از من مگرم یک بار برایم، چون که زنگ بود چیز شد وای صدا گم شد. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. ما بسیار گوش کردم تحلیل علیم شیرزمانوف، بسیار تحلیل خوب بود و من خواستم یک نقطه آخرانی که قید کرد حلیم در مسئله در شمال افغانستان جمع شدن و رزمندگان اپوزیسیا و دیگر تاجیکی وقتی که رحمان رو که 40,600 جمع شده است. امروز در افغانستان، شمال افغانستان، اصلا بدخشان افغانستان یکی از منطقه های امن‌ترین افغانستان است. امن‌ترین است. جنگ اصلا در پنشیر و در کاپیسا و اندرابا، در پنشیر هم حاضر نیست، برای که 2 روز پیش از پنشیر همه قواهای طالبان برآورده شدند. امروز بدخشان یکی از منطقه های امن‌ترین است. از اولش بود تا از حوالی که طالبان انتخاب کردن و تا امروزه یگان تهدید به طرف تاجیکستان اصلا در منطقه های بدخشان یگان بار نبوده است و نیست. امروز گپ هایی که امروز برآمده ایستادن که آدمای کلادار و لباس های افغانی قطعی میکنن، این به همه معلوم است که یک سیناری است که به گفته علیم یک سیناری است که باید که دقت روسیه را جلب کند و دقت آدکبه را جلب کند که باید همین گویا که سرکوب کردنی میخواهد از بیرون به این بانه قطعی اپوزیسیای
اپوزیسیا اصلا در بدخشان را، برای که در بدخشان در یگان دوره و زمانش در یگان مجلس‌هایش نام‌های اصلا لیدرهای چی گرفته نمی‌شدند. امروز در این دفعه در هر یک برآمد رئیس ولایت و رئیس شهر و تا وزیر انرژتیک هم بسیار نو از چیز قانوندان شده است یا ممکن که یگان در پروکراتورای ولایت با وظیفه داده هستند که وی هم یک و یک نام همه چیزها را به زبان گرفت و از این برمی آید که اینها در بدخشان یگان سناریو را طراحی کرده هستند و یعنی общественное мнение создавать کرده ایستادند. общественное мнение создавать کرده ایستادند به همه مردم نشون داده ایستادند که هنه لیدران هنه پیشروان هنه بدخشانی خودشون میگن که هنه همین آدما و همین نفرها جنایتکارند و با همین بهانه قطعی گویا که از افغانستان تهدید میکرده باشد خطر دارد به تاجیکستان، انا یک گروه را تیار کرده هستند که با همین لباس های افغانی و یا را به فکرم ژرفت میکنن. همین خیلی که اگر یادتون باشد یک گروه ماشینایی که از افغانستان گویا بر آمدند و در کجا بود؟ در قریبی یاوان کشته شدند. چند کس بودن و یا داشته بودید گویا که تروریستا آمدن و از افغانستان گذشت. در بینشون زنان کودکان هم بودند. همون زنان کودکان. بعداً معلوم شد که وای زنان کودکان یک عائله از ولایت خوجند گم شده بودند. به فکر من از خوجند بودن. انا همین سناریو حاضر یافتگان، انا همین خیل لباسا میپوشونن و یا رو در لب دریا در یگان جای یگان استیچ کم میکنن. وقتی که زدن میگن که اینا افغان بودن، اینا از چی بودن؟ از طرف افغانستان هجوم کردن و با همین سناریو قطعی اینا میخواهند یک общественное мнение создавать کردن و دقت همین روسیه و دقت ادکبر را به خودشون جلب کردن. به فکر من نمیخواد باز اینا سرباز فرستند و مردم تاجیکستان را مثل اینکه در قزاقستان شد. البته انا میخواد سناریو قزاقستان را میکنن کردن. لیکن من یک شوقت یک چی دارم انا برای چی در قزاقستان شکست خورد؟ چی همین مقاومت شکست خورد؟ همین در شکست خورد برای اون که متحدی اپوزیسیا قزاقستان نبود. ابلیازov یک طرف میکشید و اکس پریمیر منیسترش بود یک طرف میکشید. متحدی اپوزیسیا قزاقستان دیدن نمیشد. وقتی که مردم قیام کردن و برآمدن به میدان برآمدن، هیچ کس با اونا صاحب نبود، هیچ کس رو نتونست که چیکار کند و از این استفاده برده قوای مخصوص را داختن که از پهلو زدن گرفتن قوای مخصوصی خودشون و بهانه 20,000 تروریست کردن و فلان و بیمدان کردن. برای همین مقاومت شکست خورد و با فکرم که باید اپوزیسیا تاجیک از این عبرت گیرد. اینجا هم به شما و میتواند این سوال به آقای علیم شیرزمان فهم باشد. حالا ببینید اینها چی خیلی به زبانشان میاد که 20,000 تروریست 20,000 تروریست، یعنی در قزاقستان یک بار 20,000 تروریست پیدا شد. این تروریست ها همین خیلی بودن که حتی مردن، از مرگ مردهشان را دزدیده رفتند، از میدان دزدیدن مردهشون. ولی خودتون فکر کنید که 20,000 تروریست این 20 نفر نیست. از ازبکستان گذشته باشد تاریخ ازبکستان چقدر راه است به قزاقستان. از تاجیکستان گذشته باشد با واسطه قرقیزستان با واسطه اوش و دیگر طرف خطی رفتن تا به سرحد قزاقستان رفتن. این مسخره بازی پرزیدنتی همون قزاقستان بود. این همه سناریو بازی ها رو خودشون تشکیل کردن و همون سپیسلوژبای خودشون اینا رو تشکیل کردن و با همین مقاومت و میان اپوزیسیا رو شکستن. و من برای چی خواستم گفتن که این باید با اپوزیسیا تاجیک درس شود. مردم رو هیچ کس اداره کردن نتونست در میدان. تمام خلق قزاقستان خست نه که هیچ کس رو اداره کردن نتونست و قوای نبود که او را اداره کنه. قوای متمرکز نبوده و
барои ҳамин ҳанами қирояро саркӯб карда. дар мин баъд инҳо ба худ ҳақ пайдо кардан ва ҳақдор ҳам шудан ки бубинед ҳозир ҷомеаи ҷаҳонӣ дар сукут аст. Инҳо бемалол гуфта истоданд ки 20,000 террорист буданд, мо онҳоро сарнагун кардем ва ба ҷояшон нишондем ва ба ҳолати мӯътадил гардонда овардем ва 20,000 чӣ мегӯянд 20,000 тунгаро террорист дар Қазоқистон саркӯб шуд. ҳоло акнун дар кишварҳои Осиёи Миёна ҳар куҷое ки мардум бархост ва мардум сар баланд карду ягон норизоият баён кард, яъне дарҳол ба ӯ муҳри террористӣ зада мешавад. чаро ҷомеаи байналмилалӣ ба андешаи шумо имрӯз хомӯш аст? Яъне ягон ба ҳамин 20,000 террорист гуфт Қосимҷомарт Тоқаев дар сатҳи раисҷумҳури як кишвар ин ҳарф зада шуд, лекин ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин вокуниш накард. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ вокуниш карда истодааст. ҷомеаи ҷаҳонӣ ва журналистҳои озоде ки аслан ҳама инҳоро исбот карданд, дар тамоми расонаҳо исбот шуда ки ин гап дурӯғ аст. ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам вокуниш нишон дода истодааст, лекин Русия ба воситаи ана ҳамин давлатҳои ОДКБ мехоҳанд худшона аз тарафи рост нишон диҳанд ки не мо террористҳоро саркӯб кардастем ва бо ҳамин мақсад бо ҳамин сценарияро мехоҳанд дар Тоҷикистон кардан. якҷоя бо ҳамаи ҳамин давлатҳои бо ОДКБ ва давлатҳои ОДКБ набуданд, ин 100 нафар аз Арманистон буд, як 50 нафар мумкин аз Тоҷикистон буд. Аслан ҳамаш қувваи Русия буданд. ҳамаш қувваи Русия буданд, дароварда шуданд ва ки ҷилави давлати Қазоқистонро ба дасти худ бигиранд. Дига аслан 50-60 нафар аз Арманистон буд, 50-60 нафар аз Тоҷикистон буд. Ин як сиёсатбозӣ буд ба фикри ман. дуруст. ҳоло пеш аз он ки назари оқои Алимро дар ин бора гӯш кунем, Памир навбат бидиҳем. Ба Памир чӣ мегуфта бошанд? Як бор гӯш кунем. Памир. Приветствую студию Шавкати Мухаммад и Алим Шерзамонов. Я очень рад связываться, да, добрый вечер с вами. Мне очень приятно тоже поговорить о некоторых важных пунктах, которые очень важны для Средней Азии, но в целом это для Таджикистана очень важно. Во-первых, что касается ситуации Казахстана, это просто была театральная постановка, получается, в Средней Азии. Я не думаю, что казахский народ настолько стал или почувствовал свою свободу, чтобы первыми стать первенцами в Средней Азии достигнутой демократии. Поэтому это просто сцена, где все страны, особенно диктаторские страны, которые очень хорошо друг друга покрывают, свои попы, да, черные, они одним образом показали свое лицо. В особенности Российская Федерация показала себя с другой стороны, что якобы Западу, что, мол, ребята, мы тут вам не фуфло, то есть мы наводим порядок, то есть наши эти СНГшные страны под нашим контролем. А что касается Таджикистана, и мы вернемся как раз-таки к теме, да, сегодняшней, то это просто второй пункт, возможно, может быть в будущем, где может произойти такая же сцена. И все оппозиционные силы, и все независимые эксперты, журналисты и специалисты по правам человека должны просто одним голосом очень отрицательно повлиять на события, что происходит на Памире. И
что еще не менее важно, то, что они могут, с одной стороны, договориться с талибами, якобы, что талибы, вы нам подыграете, либо талибы об этом не знают, что их могут через несколько месяцев подставить, да, таким образом, убив граждан таджикского народа, и этим просто заткнуть последний голос независимости в Средней Азии. Это очень важно. И хотелось бы просто обратиться к народу, чтобы народ понимал, что его судьба в их же руках, а не в чьих-то. Если Казахстан не смог взять свою судьбу в руки, то таджики должны взять. Почему? Потому что в 1992 году таджики первыми показали в Средней Азии, что значит демократия. И хотелось бы добавить, что вы должны вспомнить просто историю Ганди в Индии, когда Индия захотела просто свою независимость, они посредством мира и согласия добились этого. Хотя мы знаем, что там тоже были очень большие страны, влиятельные, как Британия, и другие страны европейские. Но в любом случае народ индийский добился своей независимости, и она не стала больше колонией Британии. Поэтому таджикский народ, вы должны сами решить, сами должны выбрать тот путь демократии, который у вас в крови с эмиратов, да, бухарских существует. Поэтому вы должны одним голосом выступиться против этих всех террористов, всех этих диктаторов, которые хотят просто заткнуть любую демократию в Средней Азии. Будьте здоровы, до свидания. Очень был рад с вами пообщаться. Спасибо большое. Окей, ташаккур зиёд, спасибо большое. Окей, Алим, ҳоло ман ба бародар савол додам дар бораи ин ки Қосимҷомарт Тоқаев дар сатҳи раисҷумҳури як кишвар баромад гуфт ки мо 20 000 террористро саркӯб кардем. Нагуфт ки 20 000 тазоҳургароне ки ғайриқонунӣ ба майдон баромаданд, ба кӯчаҳо рехтанд, ба хиёбонҳо рехтанд. Гуфт ки 20 000 террорист. ҳамин лафзи истифода бурдаи Қосимҷомарт Тоқаевро шумо чӣ гуна метавонед шарҳ бидиҳед? خب این بنده خدا به خاطر اون همین افسانه رو ایجاد کرد که همین سازمان عهدنامه چی میگن دسته جمعی پیمان امنیت دسته جمعی در خب آیین نامش ندارد دخالت به مشکلی های داخلی اعضاش. لیکن این دفعه که قاسمجمرت توقایف که فامیلیش توقع است و خودش توقع ماند، یگان ساختار قدرتی به امرش گوش نداد. او به خاطر آن که اینها رو تابع خود کند مجبور شد مراجعت به همین تشکیلات کند و این تشکیلات فقط به خاطر آن درآمد که مشروعیت بخشد به توقایف توقع، یک مشروعیت بخشد و در کوتاه‌ترین فرصت او مشروعیت را صاحب شد و دیگر تمام عملها، جوابگر تمام عملها خود همان توقایف است که بعد او چقدر مردم را به قتل رساند. اونها را تروریست گفته. چرا تروریست گفت؟ تروریست های از بیرون وارد شده
چون که برای دلیل بیارد برای چی در اینجا امین سازمان پیمان عهدنامه دست جمعی در اینجا وارد شد در این قضیه و به همین خاطر این افسانه را ایجاد کرد و در پی او چند افسانه دیگر را ایجاد کرد که البته از از برد محمد و قطعی و لوکاشنکو هم گذران در همین دلیل های احمقانه‌اش و شاید این رحمانوف هم سرایت از اینها یافت که یک دلیل های احمقانه دیگر او آنجا ابراز کرد. شاید در طول حکومتش در چنین واخوری های بین المللی احمقانه ترین برآمد رحمانوف همین باشد که خب تروریست های خفته داشته است و نمیدونم سازمان های خفته تروریستی داشته است در کشورش و یک گله افسانه های خواند برای اونها. این همش دلیلش باز گفتیم تکرار میشه که سرکوب کردن هر گونه اعتراض در داخل تاجیکستان است، چون در نظر است که اونها انتظار دارند که نوبت کی است و چون دیگرها حساب کردند که خب بلاروس گذراند خیزش مردمی را، لوکاشنکو مطمئن است که پیروز شد و تا مدت قدرتش رو حفظ کرد. آمدیم در قزاقستان هم خب توقیف قدرتش رو حفظ کرد و خودش هم چند پیش به قدرت آمد. هنوز رنگ سفر مراد چیز نیست، 30 ساله قدرت ندارد. در ازبکستان هم میرزایف حساب کنیم پرزیدنت نو آمده است، نو مولت دویمش سپری میکند. در قرقیزستان دویم سال است که سر قدرت است و طبیعی است که همه اونها انتظار دارند که نوبت اکنون تاجیکستان است و اکثریت همون برآمدها چه لوکاشنکو چه خود رحمانوف نگرانیده شده بود به تاجیکستان و همین واقع بدخشان، قتل گلبدین حکمتیار، گلبدین زیوبیکوف، قتل گلبدین زیوبیکوف و دیگر همین مشکلی که در بدخشان آمد و امر تصادف با مشکلی قزاقستان همزمان آمد و اینا حاضر میخواهند که با همان سناریویی که در قزاقستان تا خیر مردم آسایشته رو زیر تیر گرفت، اینا هم میخواهند که بدخشانی ها رو زیر از دم تیر ببرند. حالا من دو سوال دیگر دارم. پیش از آن یک زنگ رو از واتساپ قبول کنیم اگر وقت فرصت دارید. اکی علی صدایتان خوب. اکی علی چند دقیقه دیگر امراتون هستم. خب یک زنگ از واتساپ قبول کنید. باز یک سوال دیگر دارم. الو الو واتساپ. الو السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. میرنبی شریف زاده سلام علیکم. بسیار خوب. و علیکم السلام. بفرمایید. در این موضوع ما چی گفتنی هستید؟ بسیار کوتاه میخوام گپ زنم. بسیار خوب بفرمایید. ما باید که تمام مردم تاجیکستان همراه بدخشان یک جای شویم، از یک گریبان سر براریم و به تمام زبانهای دنیا فریاد زنیم که مصیبت بده که در سر مردم بدخشان، مردم قراتیغین، مردم وقیا از اول به سر حکومت آمدن این پرزیدنت آدمکش، آدمخور، دیکتاتور باید که صدا برای تمام دنیا فهمد و این به استعفا رود. دیگر هیچ امکانیت نیست که در سر حکومت ماند با تمام گروه متشکلی جنایتکار اولویش.
гап бояд ки ҳамин хел бошад. Садои мо бояд ки ФСБ Русиям фаҳмад, Путинам фаҳмад, Европам фаҳмад, НАТОам фаҳмад, ООНам фаҳмад. Ин ҳамун сценарий, ҳамун спектакли соли 92 ки фреб кард мардума дар 16-ум сессияи Ленинобод буду, аз унҷо омад тамоми мардуми Вахиёву, Қаротиғину, мардуми бегуноҳи Помиру, мардуми маҳаллии тоҷикои аслӣ дар даруни дайрои 5 бо танку тӯпҳои дигар давлатҳо даварду кушт. Ин ҳамун сценария бо мехоҳад ки давом диҳад. Мо бояд ки ягон иҷозат надиҳем ки ягон қатра хуни мардуми мазлуми ба дасти ин диктатори, ба дасти ин фашисти, ба дасти ин президент ба номаш Эмомали Раҳмонов бо мардумро кушад. Ин асосии мақсадаш дар сари чи аст? Дар сари он аст ки мардуми Бадахшон ҳамашон ҷасур ҳастанд ва ҳамашон бисёр тифоқ ҳастанд. барои иттифоқӣ ҷасурии онҳо метарсад ки аз вилояти Суғду, аз дигар Ҳисору, Қаротиғину, Душанбею Бахш мардум сар баланд накунанд гуфта ин дасисаҳое карда истодааст дар унҷо. ин ҳама мошиное ки хунбурдагӣ барои унҷо, ин ҳамаи ана ҳозир аз Қазоқистон вай аз солдаторо мебарад дар ҳамунҷо мемонад, танҳо барои он ки мардума пешпеш карда, пешпеши танку аслиҳа карда барорад дар ҳамун марзҳои Помир, дар ҳамун дайроҳо нобуд кунанду баъд гӯяд ки инҳо террорист будану экстремист буданд. ин корҳои ҳамаша мекунад барои он ки заминҳо фурӯхта шудагӣ ҳастанд. Бойгарии Бадахшони Мухтори Кӯҳӣ фурӯхтагӣ ҳаст. аз унҷо он мебахшед ин Эмомали Раҳмонов тамоми дунё бояд фаҳмад ки ин ҳам шпион ҷосуси Покистон аст, ҳам ҷосуси шпиони Хитой аст, ҳам шпиони Англия Ми-6. барои ҳамунам духтараш рафта дар унҷо ҷо гирифтагӣ аст ва ҳозир асосан коре мекунад ки тақрибан 200 сол пеш аз ин инглис бо подшоҳии Русия карда буд. ин минтақаро мехоҳад тамоман нобуд кунад ва ба Хитой теяд. барои ҳамунам ҷанг мехоҳад ҳамҷо сар кунаду тамоми мардуми бегуноҳе ки тақрибан 250-300 ҳазор сокинони Бадахшони Кӯҳ ҳастанд нобуд кунад. барои ҳам тафриқа мендозад мобайни Дарвозиёву, Ванҷиёву, Ишкошимиёву ба ҳама ҷо. мо бояд ки ҳамамон садо баланд кунем. як савол диҳем дуртар нарафта. бо чӣ далел метавонед бигӯед ки далелатон чи аст ки Эмомали Раҳмон ҷосуси Покистон аст? фарз кардем ӯ ҷосуси Британия. бинед, ҷосуси Покистон будагиш ба шумо бояд ки бисёр бисёр аниқ шавад. худи покистониҳо чандин бор омадан пешаш ва чӣ гуна вазироша роӣ кард Покистон. дар Афғонистон бо ки вохӯрд? бо ҳамуно вохӯрд. кия қабул кард? ҳамун покистониҳоро қабул кард. қатъёсан маслиҳатҳои хело хело часпонд. А то, что вай ҷосуси Ми-6 инглис аст, это всем уже доказано. Вот теперь я хочу перейти на русский язык. Все граждане Таджикистана, в каких бы географических точках Таджикистана не находились, должны во всеуслышание на весь мир кричать, умолять, требовать фундаментальные права граждан Горного Бадахшана, Бадахшанской автономной области Таджикистана, то есть Памира. Почему? Потому что сам Эмомали Раҳмонов в своей практике в 1992 году, когда всех обманул на 16-й съезде в Ходженте, в это время он отсутствовал, он приехал всех коренных этнических таджиков, в том числе памирцев, этих же горно-бадахшанских людей, гармцев, каратигинцев, сейчас их крашами называют, Вахьё, что сделал и местных безвинных
граждан Таджикистана, которые не имели никакого отношения ни к политике, ни к митингам. Просто они были местными жителями Таджикистана. Что сделал? Обманул он ту же Россию и под натиском боевиков своих и танков загнал их в реку Пянч. Сколько тысяч умерло тогда, погибло, женщин, детей. Он сам признается, что 150 тысяч человек уничтожил. Поэтому мы все должны сейчас во всех языках мира, на узбекском, на турецком, на таджикском, на английском, кричать, чтобы весь мир услышал наши слова. Особенно ФСБ Российской Федерации Нарышкин, особенно президента Российской Федерации, уважаемый Путин. Уважаемый Путин, знаете, что Эмомали Шарипович Рахмон вас вводит в заблуждение, используя моменты ввода ОДКБ в Казахстан. Бадахшанцы – один из самых древнейших народов Таджикистана, свободолюбивых, имеет свою культуру, имеет свою географическую точку, в которой они проживают там тысячи, миллионы лет. Поэтому он эту территорию давным-давно продал Китаю, а народ ему мешает. А тех, которых он сейчас называет преступниками, это аналог бывшего Советского Союза, те люди, которые, допустим, помогали, как Тимур и его команда, или как старики, или как же наставники. Поэтому сейчас мы должны, именно сейчас вот настало время, чтобы мы спасли Бадахшан, спасли от верной смерти Таджикистан. Эмомали Шарипович Рахмонов со своей преступной, коррумпированной, мафиозной, фашистующей семьей за 30 лет своровал абсолютно все. Присвоил абсолютно все, что сделал за 73 года Советский Союз. И он сейчас не хочет с этими богатствами расставаться. Поэтому сейчас он ввел в заблуждение и Путина, и весь мир. И особенно войска ОДКБ боится, что его разоблачат, и ему придется уйти в отставку. И все, что он награбил у народа, будут национализировать, будут возвращать народу, государству. Поэтому он вот такой спектакль, имеющий опыт 92-го года, хочет повторить. Спасите все население Горного Бадахшана. Это крик, это боль, это, знаете, боль нашего разума, нашего сердца. Мы все люди на свете. Они не виноваты, что они родились в Горном Бадахшане, Горно-Бадахшанской автономной области. Вы прекрасно знаете, что за эту территорию более 200 лет боролась царская Россия и Англия. На самом деле Эмомали Шарипович Рахмонов не зря отправил свою дочь в Англию. Он является шпионом Ми-6. Он выполняет указания Англии Ми-6. И в эту грязную свою авантюру, в эту свою грязную войну хочет вовлечь ОДКБ. Это ошибочно. Мы должны сейчас во всех уголках Таджикистана, на всех языках кричать, доказывать это. Мы никогда больше не допустим кровопролития. Мирных митингующих никогда нельзя путать с этими преступными элементами. Никогда. Это две большие разницы. Народ имеет право защищать свою территорию, защищать свои фундаментальные права, человеческие права. И выходить в любое время на митинг. Это Конституция всех государств разрешено. Особенно в Конституции Таджикистана это есть. И нечего пугать народ, нечего его морально, духовно уничтожать. Все население Таджикистана от мала до велика, все женщины, мужчины, вся молодежь должны понять, что творит сейчас Эмомали Шарипович Рахмонов, не допустить этого очередного кровопролития. Еще раз я повторяю, что он все население Горно-Бадахшанской автономной области хочет насильственно загнать в реку под видом, что они
являются экстремистами, что являются террористами. Это неправда. Поэтому мы должны с вами сейчас кричать, بسیار خوب تشکر زیاد به орать, شما чтобы нас تشکر услышал زیاد весь мир. خانم رمضان حسینیان رو میشنیم تشکر زیاد خانم عزیز مریم بی شریف زاده بسیار با یک جسارت و شجاعت تمام و با یک حسیات بلند و تندرستی صحبت میکنند واقعا بسیار خوب است سودانی است تشکر زیاد رمضان حسینیان خوش آمدید به برنامه من اینجا یک سوال به آقای علیم شیرزمانف دارم از اسلام میپرسم بعد با هم صحبت میکنیم ببینید من در اول برنامه آقای علیم اشاره کردم که ببینید اگر در همین جا همین خیزش مردم در قزاقستان سرکوب نمیشد شاید مردم روس از این الهام میگرفتند و مردم کشورهای آسیای میانه بیشتر بلندتر احساس میکنند و بیش از همه مردم روس آیا به فکر شما در همین جا سرکوب کردن خیزش مردم در قزاقستان یعنی این نشانه خوف حکومت روسیه از خیزش مردم خود روسیه نیست؟ صداتون میکروفونتون خاموش است. البته اینا همشون از خیزش مردمشون هراس دارد و خب استثناء نیست که پوتین هم یکی از سبب‌های با این زودی با خاک قزاقستان وارد کردن قشون‌هاش شاید یکی از سبب‌ها هم این نگرانی او در مورد سرایت کردن این خیزش، یعنی اگر این خیزش با پیروزی می انجامید مطمئن باشد که امروز ما در همین جا همین صحبت رو نمی کردیم و در معرض خطر بدخشان قرار نمی داشت، چون که چنین گستاخی را به خود یتیم خود دار و دستش اجازت نمی دادن و ما در دیگر مرحله قرار می داشتیم و شاید هم جانبداری از مردم بدخشان در خود داخل تاجیکستان و رنگی که من و شما حاضر از اینجا افیر کرده از بدخشان دفاع میکنیم، شاید در داخل تاجیکستان هم تعداد زیاد مردم می برآمد و از بدخشان دفاع میکرد اگر خب خیزش قزاق‌ها با پیروزی می انجامید. ولی متاسفانه چخیلی که او برادر گفت واقعا هم مخالفین قزاق نتوانستن متحد شوند و نتوانستن این خیزش را که خیزش طبیعی مردم بود نتوانستن مدیریت کنند و اون و البته که چون اپوزیسیا مدیریت رو نتوانست کردن پیدا شدن نیروهایی که از این تظاهرات سوء استفاده کردن و یک گروه برای با غارت و با چیز شروع کرد. این یک گروه بود، گروه دیگر با سلاح اومد و بر ضد ساختارهای نظامی. حالا من این سوال رو برای چی دادم؟ شما که معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان هستید، آیا پیمان ملی تاجیکستان میتواند توسط یک نامه سرکشاده به حکومت روسیه مراجعت کند که در این بعضی همین مسئله های داخلی در دخالت به مسائل داخلی و اینکه عموما در سرکوبی مردمی کشورهای آسیای مرکزی خصوصا تاجیکستان دست بردارد یا اینکه خودداری کند یا مثلا گریم میتواند پیمان ملی تاجیکستان چنین کار را کرده باشد؟ شاید سر وقت باشد. همین پیشنهاد شما رو به اینوبت گرفتن برای پیمان ملی تاجیکستان شاید هم در روزهای نزدیک چنین یک
مراجعت به تمام سازمان در پیمان دست جمع. همکاری دست جمعی و دیگر تشکیلات های بین الخلقی شاید سر وقت باشد مراجعه کردن و هر کاری که امروز هر توجیکی که هر کاری میتواند باید انجام دهد که از این بدبختی پیشگیری کرده شود و ما باید به همه مشکلات ما در دوشنبه است، این در خاروق نیست. مشکلات ما در دوشنبه است. امروز در خاروق یک رئیس نوتعیین شهر خاروق یعنی گریز مغزها، فرار مغزها از تاجیکستان را از بدخشان را رفت به همین به گفت خودش فضای جنایی خاروق داد. یعنی تا حد فضای جنایی خاروق شده است که تمام طبیبان و دیگر گریز فرار مغزها از تاجیکستان، سببگار فرار مغزها از تاجیکستان این چند بچه هایی که در خاروق هر سر چند وقت به اعتراضات دست میزنند، اینها باعث شدند که از تاجیکستان مغزها فرار کنند. اینها باعث شدند که به تاجیکستان سیاحان نیایند. اینا باعث شدند که سرمایه گذاران به تاجیکستان سرمایه نگذارند. البته که خود فساد اداری که همون برآمد کنندگان در آنجا در این جنایت دستاشون تا اورنج در این جنایت است، یعنی فساد اداری، همه اونها وظیفه هاشون رو خرید میکنند، وظیفه های پایانتر رو خودشون میفروشند. اینها همش باعث فرار مغزهای و باعث جلب نشدن سرمایه و به اقتصاد تاجیکستان نشده است و این محمد باقر بوده است که باعث فرار مغزها می شده است و باعث جلب نشدن سرمایه های خارجی و اقتصاد تاجیکستان شده است. و خب اگر سوال دیگری نباشد مرا اجازت میدادید. تشکر زیاد شما. سلامت باشید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و قیمتی خود را برای ما صرف کردید. زنده باشید، سلامت باشید. رمضان حسینیان بفرمایید. خوب، سلام علیکم برادر. من به این برادر ما سوال داشتم بیرون کرده. خوب، از شما سوال میکنم برادر شوکت جان، ما چی باید کرد؟ من خودم 31 ساله شدم، از خود رو که شناختم تاجیک میکشن، تاجیک زندانی میشد، زمین ها رو میفروشن، فقط ترور از طرف حکومت زدی خلق خودت. چی باید کرد برادر؟ 8 سال میشه در مبارزه هستم، یک رزولتات نمیبینم برادر. چی باید کرد که ما به یک روز روشنایی برسیم که بس شود زمین فروشی تاجیکستان، بس شود تاجیک کشی، نسل کشی؟ چی باید کرد برادر؟ من میخواستم جواب بگیرم. بله برادر عزیز، به اندیشه من برنامه های گومانیستی یک قدم از نقشه های برخورد های تروریستانه حکومت ها عاقب‌تر هستند. یعنی اگر کورنوشایم گوییم شاید خطا کنیم، یک کم تر در عاقب‌تر هستند، یک کم تر ضعیفتر هستند. اگر همین اندیشه های گومانیستی و مثلا گریم همین مخالفان تاجیک که گفته ایستاده 8 سال باز گپ میزنن یگان رزولتات ندیده ایستاده، این رزولتات خب بر خاطر اون هستند که اینها بیشتر کوشش کرده ایستادند و حرکت کرده ایستادند که با راه‌های آسایشته یعنی تغییرات اصلاحات به میان بیاید، با راه‌های آسایشته بدون خون ریختن. اما ببینید که یک بنا رو آباد کردن که از پایدوارش رو موندن تا برداشتن تا درونش رو آباد کردن و هاکزاها ریموند کردنش خیلی مشکل است. 1 سال 2 سال 3 سال میگذرد. اگر گفتیم که وی رو ویران کنیم، یک اکسکواتر رو میبریم در 2 ساعت تپه میکنه. برای همین درست است که ویران کردن خیلی آسان است، اما برای آباد کردن
حتی مثلا گریم حاضر اگر خانه پوشیدن بنا کردن برای یک خانه اگر در عصر 21 نظر کنیم حتی به انجینیر مراجعت میکنید، به ارکیتکتور مراجعت میکنید، او رو راههایش رو قبرهایش رو نشان میدید، چگونه باید خانه پوشیده شود، کانالیزاسیتون به کجا رود، برق رو از کجا بیارید، همه این رو پیشنهاد میکنید. چقدر وقت میگیرد و پوشیدن این هم چقدر وقت میگیرد و برای آن که در مدت کوتاه نکفد خانهتون تریسکات نشود، مثلا گریم بومش بارون نچکد، شما از همین پایان با دقت خانه رو بنا کرده میبرید. و اما کسانی که میخوان این خانه آباد کرده شما رو ویران کنن، برای آنها همین 2 ساعت کفایه است. در کارت در دست ویرانکاران است برادر، در دست آبادکاران نیست. بله. اساساً ناموفقی در همین جاست. برای همین برادر عزیز باید طرز کار کرد و طرز باید پیش رفت که همین کارت رو از دست ویرانکارا بگیریم و در وقت که ما آبادکاری میکنیم و برای اصلاحات رو میبیاریم آنها در حالت ضعف باشند، در حالت تضعیف باشند. و برای این برادر عزیز چند بار شما اشاره کردگی هستید، متحدی لازم است، خودتون چند بار اشاره کردگی هستید، اتحاد لازم است. و از این دانستگی های ما بیشتر دانستن ها لازم است، از سیاست و اقتصاد و دیگه و حقوق دانست. شاید اینها مدار سیاسی ما بسندگی نکرده است، شاید مثلا مدار اقتصادی ما بسندگی نکرده و همه این زخم ها را و همه این درد ها را باید ما دوا کنیم. بدون این می توانیم در یک مدت کوتاه سرکوب شویم برادر عزیز. برای همه این زخم ها باید دوا کرده شوند با یک تن سالم. اگر حرکت با یک تن سالم باید پیش برود. اگر این زخم ها اگر دوا کرده نشوند، ببینید مثل یک آدم زخمی از دستش تیر خوردگی است، از شکمش تیر خوردگی است، مثل حرکت همان است. باید همه این زخم ها شفا یابند، دوا یابند برادر عزیز. بله برادر، باز اضافه کردم می‌خواستم من چه برادر ما گفتن که فرار مغزها از بدخشان یعنی انامی گروه جنایی وای شده، شاید وای شده باشد، پریچینش هم ما باشد. در ناحیه ما چی شده است؟ در ناحیه ما نیست است یک گروه جنایی نیست. در اسفره، در ورخ چرا مردم ورخ فرار کرده؟ چرا مردم اسفره فرار کرده از تاجیکستان؟ مردم بهترین ما فرار کرده امروز. از این برمی آید که یگانه گروه های جنایی، تروریستی، اکستریمیستی چیزی هست، همه ای حکومت است که مردم تهجویی هر یک منطقه تاجیکستان مجبور میکنه که میکشن، زندانی میکنن، تهمت میکنن، غارت میکنن، تجاوز میکنن. مردم فرار میکنن، خانه خود میپرتاد، فرار میکنن. از همین خاطر یگانه چیزی که ما میتونیم کردن برای ما پلیس بهتری میشه ما سرجم شویم، از کدام منطقه تاجیکستان باشه محلگری را از بین ببریم یا دیگر با هم دیگر دست بتیم. نمیشود که امروز یک برادر برآمده است میگه ای آدمی حکومت ایش ای فلان محله ایش دیگر همین بسر ما یک بلا شده است که هر یک منطقه تاجیکستان امروز مشکل داره. در تمام منطقه تاجیکستان کسی صدا بالا میکنه او را تروریست، اکستریمیست میبرن زندان میکشن. به همین خاطر ما خودم شاهدی زنده هستم که منطقه های ما را مردم فرار کردگی است. 45000 43000 در ورخ اهالی دارد، کرس میکنه، بعضیا در همون ورخ میره در کوچه مردم نمیبینید، مرد نمیبینید. در ورخ کلگی فرار کرده، چور چاپلوس مونده که یک رئیس از کجا پیدا کرده آورده مونده. حالی میبینه بعد از بدخشان برادر، بعد از بدخشان ناحیه اسفره باز و مشکلی سر میشه که قرقیزا روی را ضبط کردگی هستند. منطقه شورابه من چند جوره به شما را گفته بودم، شورابه هم نمیشه که قرقیز میگود از ما است، دیگه منطقه چورکو هم از ما است. ورخ هم که دادم به قرقیزا، قرقیز خلاص نمیخوره. رئیس جمهوری قرقیزستان آشکار دعوا داره. چرا رحمانوف امروز میگه که طالبا ایخ دعوا دارن، گروه جنایی جمع شده است؟ چرا نمیگه که قرقیزستان میخواد به بیرقتر آورده همراه ما جنگ میکنه؟ چرا آمادگی نمیبینه؟ چرا میره مردم بدخشان رو میکشه؟ بدخشانی که خسته برای حمایه ورخیا میره میکشه. از همین خاطر ما باید یگانه سرجم شویم
مخالفین باید مثل شما برای مثل دیگه برادرایی که مسئولیت در دست گرفتگی هستند، وظیفه شما سرجم کردن هر یک مخالف. کسی صدا ضد رحمان رو بالا میکنه، او را همچو برادر دعوت کرد، یک به یک صحبت کرد، با او خوش رو فهموند مسئولیتش به گردنش باید بگیره. هر یک مخالفین عادی هم باشه قطاری که این کاری بازی نیست. رحمانوف استعفا گفتن که هیچ مشکلی حل نمیشه. ما در تجربه خود میبینم حقارت و دشنام حکومتی ها که هیچ مشکلی حل نمیشه. ما باید کم سخن کنیم، بسیار عمل کنیم. به عمل ما از گپ زدن باید آدمای خودش داشته باشد. دیگر مردم باید ما عمل کنیم. مخالفین به عمل ما میبینیم مشکلی ما زیاد شده است. و همین خاطر هر یک مخالفی که پیدا میشه بچهای نه برادر دعوت کنین، فهمونین چی مسئولیت دارد در این راه و چی میبره میرسونه که ما آزادی رو به دست خود گیریم. خوب سلامت باشه برادر. زنده باشه. تشکر زیاد. مهاجر بفرمایید. تشکر زیاد. مهاجر یک. آقای شفقت محمد. الو اوز من صدایتون هست. این انقلاب خواهیم نخواهیم سرانو میشود. ما همین میخواهیم فهمیم که همین اکستریمیست تروریست میگن که ما جدا کنیم که همون اکستریمیست تروریست. ما در چهره مخالفا مثلا ما خودمون هم موجودیم، نمیبینیم یگان چیزی اکستریمیستی و تروریستی. اینجا اکستریمیست تروریست کیست و همین ما در اینترس نشدگی دوخی. حاضر عموما در لغت دیکتاتورها اکستریمیست تروریست کسانی هستند که از آنها طلب آزاداندیشی میکنند و طلب حق حقوق قانونی خود را میکنند. همینها تروریست هستند، تروریست اکستریمیست هستند. تهمت بسری خلق کمبغل می. قاسم جمعه توقایف گفت که 20,000 تروریست رو سرکوب کردیم، نابود کردیم، لیکویدی رو وقت کردیم. 20,000 تروریست. این خیلی باشه در تاجیکستان 9 میلیون تروریست یگانی. انا همین خیل از برادر عزیز. عیناً همین چه خیلی که گفتید حرف به حرف حق است، درست است. برای اینها همین چند میلیون نفوذ داشته باشد یک کشور، همون همش تروریست اکستریمیست است. در همین چیز هست که یک آدمو قطیگب میزنی بگن که ای ویا همش تروریستن. هم تروریستی در چهره یگان مخالف ندیدیم. برای میگیم که هم چیکار کردن هم تروریستن یا تروریستن. چه تروریستن ما هم یک جودا میبینیم فقط. این خیلی باشد همه تاجیکستان تروریست بوده از نچید 9 میلیون. بله. استعفا رحمانوف. زنده باشید برادر عزیز. نفر بعدی رو حالا ببینید برادران عزیز، نفر بعدی نخواستن سخن کنند چون برآمدند. ببینید برادران عزیز، تماشابینان گرامی، وضعیت چه خیل است. وقتی که رئیس جمهور یک کشور از دروغ گپ میزند، در اون حالت سرخ نمی شود. این الکی همین رئیس جمهور بودنش رو قبول ندارد، مضمون همین رو دارد. از رئیس جمهور بودن یک باندید بودن، مشینیک بودن رو بالاتر میداند. برایش از رئیس جمهور یک کشور، نماینده یک کشور، یک ملت بودن بهتر و اولاتر از باندید بودن، مشینیک بودن. اگر چنین نیست، یک رئیس جمهور آیا به خودش حق میدهد که دروغ بگوید، فریب بکند در نزد جامعه بین المللی، در نزد مردمش که حرفش رو میدوند که دروغ گفته شده است؟ نخواد تو در یک برآمد چند دقیقه نه یک برآمد کنی که تمام دنیا با هر یک جمله واکنش کند، دروغ گفته شده، نادرست گفته شده گفته.
در عمرت در یک سال 2 سال 3 سال یک بار یا 2 بار تو آنلاین برآمد میکنی، یعنی پخش مستقیم میکنی، یک بار گپت رو مردم میشنود، به هر یک جمله واکنش پیدا میشود. رئیس جمهوری تاجیکستان از اون طرف طالبان واکنش کردند، از این طرف مفتی روسیه واکنش کرد. یعنی هر یک حرف، هر یک کلمه خطا، نادرست، حرف آمار آوردگی نادرست، خبرهای رسانیده شدگی نادرست، دلیل‌های آورده شدگی نادرست، دروغ، فریب، نیرنگ. کاری خیلی نشده است. چرا یک رئیس جمهور اولا میدوند که حرفایش حرفای بندیتی باشد؟ Я 100% поддерживаю Косым-Жомарт Токаева. Амихе гап заде сода буд Имомали Рахмон. Яъне анами кушт мардуме Токаев, Имомали Рахмон инро дастгирӣ мекардааст, тарафдорӣ мекардааст, ҷонибдорӣ мекардааст. қатлу кушторро بین شمای قاسم جمعت توقیف و بین تروریست چی است؟ بین سیمومین یتیموف و بین تروریست چی فرق است؟ سیمومین یتیموف امروز رفته است در بدخشان، حالا با کشتن آمادگی میبیند، با کشتن مردم آمادگی میبیند. بین سیمومین یتیموف یک تروریست که سالهای سال در پادول، در کوه و در غار برای نابود کردن یک زمره مردمی آسایشته نقشه میکشد، برنامه میکشد، بعد میبیاید برنامهش رو عملی میکند. بین سیمومین یتیموف او تروریست درون غار چی فرق است؟ تاجیکستان بفرمایید. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. من یک خطاب به شهروندان تاجیکستان دارم که در قزاقستان روسیه خیلی با احتیاط شوند. من این رئیس جمهوری ما اجازه را داد که تروریست آن کسانی که کی هستند باید که کشته شوند. بله درست است. سوال دارم. چی سوال دارید؟ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا یک 5 سوال تیار کردگیم جواب میتین یا که میبرورین ما؟ نه بیملال دودن گریت برادر عزیز. جواب دودن تونستیم عذر میپرسیم برادر. گم نیست. من مینویسم. یکم سوال که چی با کدومی که میبروید در افیر فکر خودش گپ میزنه شما او را چوپلوس میگین. در یک کس تهمت کردن انا ایمانش ای کفر نمیشوه؟ کی من رو چوپلوس گفتم؟ همین نوارات مثال در همه حوز همین نوار که تمام شد وقتی که شما در یوتیوب برآوردین شما اونجا ابیزت این همون معلش سوال دویمتون همونجا هم خودی سوال دویمی که ما چی با که حوز ما مثال ای تاجیکستان ای روسیه ای که جایی که باشه مثال زنگتون میزنیم مثال حوزی در پیش ما 40 نفر در یک سکلاد مثال گوشتون داریم میفرمون که مثال فکری خودمون بگیم سرازا مثال فکری که ما در شما معقول نمیشوه شما ای افیر میبرورین امی گپ تو میتین جنوب میگین امام علی میگین مثال وطن فروش میگین مثال ایدیم سوالی ما سوال سوم انا ما در هر یک مثال اونمو حسین اشوروف و اونمو سلمان همه‌اش تا زنگ میزنم میگم که سوال ما بتم مثال ما فکر ما یا چی مثال بگیرم برای خودم برای چی با یو خیلی میکنن مثال یک مثال سوالی ما را یگون کس کانکریت نه جواب نمیده مثال حوزی همین 2 سوالی ما را شما بگین سوم سوال خودش رو تیار میشه برای شما که مثال شما که وقتی سوال جواب دادین سومش پیدا میشه. حالا که
الکی سه تا سوال دادید برادر. نه 2 تا سوال دادیم، سومش چیز میشود نه. مالا بیاید کوشش میکنم من برادرانه به سوالاتتون جواب بدم. برای چی کسی میبراید فکر خودش رو گپ میزند او رو چوپلوس میگوید؟ نگفتم من برادر عزیز. خب از به کسانی که گفته باشم عذر میپرسم. نگفتم من کوشش میکنم که همین مسئله در برنامه‌های ما بررسی نشود. همین چوپلوس گفتن و هاکزاها بررسی نشود. حتی با کسانی که با طرفداری از حکومت برآمد میکنند من کوشش میکنم که حرفشان را تا آخر گوش کنم. چه خیلی که شما را گوش کردم. حرفشان را تا آخر گوش کنم و بعد از اون که گپشان را به آخر رساندن کوشش میکنم که به حرفایشان جواب بگویم. اما طبیعی است که برادر عزیز جوابهای ما شما را قانع نمیکند. وقتی که قانع نکرد من نمیتوانم تنها با شما 1 ساعت و نیم ساعت برنامه رو گرفته برم و به دیگران نوبت نرسد. این خیلی است. شما سوال دادید بسیار خوب، جوابش رو من میدهم. تمام برادر عزیز، دیگه شما قانع شدید قانع نشدید این کار شما است. یا که شاید کمبودی من است که من شما رو نتوانستم با سوال خودم قانع کنم. اینجا مقصد من قانع کردن شما نیست و شاید من نتوانم تا با آخر شما رو قانع کردن و آیا در همین حالت من وظیفه دار هستم که شما رو در برنامه نگاه دارم و طولی چند ساعت فقط با شما صحبت کنم؟ نه برادر عزیز، شما سوال دادید یا که ملاحظه‌تان را گفتید، از طرف ما جوابتان را گرفتید، نوبت به دیگران گذرانده می شود. اینجا استثناء همون نفرانی که ما همچون کارشناس و همچون نفرانی که سخنگوی اساسی هستند، نفری که ما برای اندیشه آنها را گرفتن مخصوص به برنامه دعوت کردیم، این شخصان استثنایی هستند. اما برای چی زنگ میزنیم در حال معقول نشود از افیر میبرارید؟ این گپتون هم نادرست است برادر عزیز. در حال معقول نشود از افیر نمیبراریم. گپتون نادرست است. با هم زنگ میزنم کانکریت نه چرا جواب نمیدهد؟ من به این سوالتون جواب دادم برادر عزیز. کانکریت نه از کانکریت نه به سوالاتون یک بار کوشش کرده از امام علی رحمان و سیمومین یتیموف از وزیران کانکریت نه جواب گرفتن رو حرکت کنید. اگر اونها شما رو قناعتمند کنن بسیار خوب میشود، ما هم کوشش میکنیم. اما شما نه همچون یک شهروند تاجیکستان نه برای سوال دادن به رئیس جمهور امکانیت دارید، نه به رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، نه به رمضان رحیمزاده، نه به یگان وزیر دیگرش. امکانیت ندارید برادر عزیز. همین امکانیتتون به ما سوال میدهید، بعضی جواب میگیرید، این قانع میکند قانع نمیکند. اکنون یا کمبودی از ما است که نمیتوانیم شما رو قانع کنیم، یا دانش ما نمیرسد، یا اینکه از شما است که نمیخواهید قانع شوید و حرفای ما رو قبول کنید. اینجا گپ سری مسئله ها دیگر خیلتر است برادر عزیز. حالا شما گفت 3 سوال دادید، گفتید 2 سوال دادم، با 2 تای دیگر دارم و خارج شدید. حالا من شما رو خارج نکردم برادر عزیز، خودتون خارج شدید. حالا 2 تای دیگر سوال دادید، نگوید که تو مرا خارج کردی. بسیار خوب، دوام برنامه حاضر شوید با 2 سوال دیگری شما رو با هم بررسی میکنیم. و اینجا استاد محمد سعید رضایی وارد برنامه شدند، ایشان را خوش آمدید میگوییم و بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب، شبتون بخیر و شب همه بینندگان و علاقمندان شما بخیر باشد و خسته نباشید، زنده باشید. خداوند کند که این سعی تلاش همه ما و شما ثمره خوبی بدهد، به نفع کشور و ملت ما باشد. من نمیدونم قبل از من برادرها اگر در این رابطه چیزی گفته باشن یا شما گفته باشید. من خیلی دیرتر وارد شدم، تقریبا 45 دقیقه از برنامه شما گذشته بود. این بسیار خوب است، چون که متاثر سخنهای دیگران نمیشوید
و فکرهای بکری خودتان ذکر می شود اینجا. سلامت باشید، سلامت باشید. خوب، دیگر اینجا مشغولیت است، دیگر کار است. حالا اگر چند میگویند که خواجگان خارجی دارن اینها و در این چند در اروپا زندگی دارن، خب خانواده و خب عیش خوب دارن، برای همین ما کار کرده ایستادیم که از همین تهمت ها بری باشیم، زندگیمون رو با کودکامون بگذرونیم. خیلی خداوند برکت شود دیگه. هر چیزی که میگن دیگه حق دارم بگن دیگه، هیچی نمیگیم. ما بعضیشون هم حق میتیم و برای ما هم حق میتونن که ما هم یک چیزایی رو باید بگیم دیگه، چیزایی بگیم قبول کنن. سلامت باشید. حالا میم سری موضوع و در واقع موضوعی که امروز گذاشتید خیلی هم خوب بود. همون افسانه همون بوزک جینگلپا، بوزک جینگلپا است یا اینکه زنگولپا است یا که جینگلپا است، چی است؟ همون در صنف یکم یا دوم بود یا در سوم بود میخوندیم، همون به یاد اومد. واقعا حقیقت چه قریب اینه که 60 رفته ایستادیم نو دیده ایستادیم که این همین معنی را داشته است. کوفتنی بام جهان، کوفتنی بام خانهش، همسایش، دیگرش، مهمانش، همه همین ها امروز به حقیقت پیوست شده ایستادن که در این برنامه شما می شود اون را مشاهده کنیم. رئیس کمیته امنیتی ملی دولتی است یا دولتی ملی است، رفت است به خاروخ و بوزک جینگلپا و در اونجا بام ها را زده ایستاده است. خب طعام مردم را شور کرده ایستاده است. خب دیگر چشم های مهمان ها را کور کرده ایستاده است، البته مهمان های داخلی و خارجی را. و در واقع هم اون یک واقعیتی هست که اگر ما نظر بکنیم، همین چوپان ها و اون چوپان خودش رحمان و شیشتگی است در مرکز، در ارک خودش. خب همون تیاقش در دست شاید دیگه نگه داره. در همین رمه گوسپندا می دیدیم یک بزره یا که بزی که همون سرکرده همون چی است، بگیم رمه گوسپند است، یک زنگوله بستگی است و او کمک میکنه چوپان را برای بردنی خب گوسپندها به هر یک سمت، و او زنگوله هم برای همون قصد که فهمیده شود، آسان شود برای چوپان که کدام طرف برده ایستاده است، همون گوسپندها را با خبر بشوند. خب این هم همون است دیگه. بعد از اون یک اگر از جایی که دورتر میرفتگی باشند، بعد چوپان در همون شاخی بز یگان تا میزند، مثلا که تا اینکه از همون بسیار رفتن معنیش بکند. خب این چیزهایی هستن که ما امروز میبینیم که بوزای جینگلپاشون روان میکنن، کارها را میکنن، خب نیزاها را میاندازن، خونی ناحق میریزونن، خب جوانهای غیرتمند را با اتهام، با تهمت، با غیر قانونی اونها را به قتل میرسونن و رفتن اونها این کار را کردن همون زنگوله هایش هست که جنگ میکنن، جرنگ پرنگ میکنن و در شاه زدنشون هم برای خودی اونها ای طرف چوپان از طرف همون کسی که اداره میشود دیگر دیلا و دفترش همش آماده شده است. هر وقتی که در کار شد باز اونها را میبردارد که تو در همین کار سهم داشتی و تو همین خیل بودی، دیگه اون بیچاره هم از همون کارش بیشتر کار کردن نمیتوند. حالا این دیگه این همین چیزا هستن، اما ما سری موضوع اساسی مییم. در واقع شما در موضوع چندین سالها هم مطرح شد. حالا من نظر ما در عموم باید که بگم در ایجنده واقعا اون چیزی را که من امروز در رابطه با جمهوری قزاقستان گذشت، قبل از اون در بلاروس بود که این تظاهرات و این انگیزه مردم شنانده شد به ظاهر. حالا در قزاقستان از سال 92 این جانب در تاجیکستان بود، از اولین جمهوریایی بود که این کار کرد. در قرقیزستان هم چندین بار شده ایستاده است همین چیزها. خب حالا وضعیت فرق میکند از سالهای 92 تا 2010 را و تا اینها را حالا در عموم منطقه فرق میکند وضعیت. واقعا مردم آزادی میخواهند. تاجیکستان در این کار پیش قدم بود برای استقلالش، برای آزادیش، برای خب یک پارچگی کشورش
خب با هر راه و واسطه اون پخش کرده شد. خب حالا در قرقیزستان هم چند بار شده ایستاده است، رئیس جمهورها عوض میشوند، خواسته های مردم برآورده نمیشوند، باز هم یعنی حالا آمده است قریب که همون انگیزه مردم، همون خواهشات مردم در اونجا هم پخش کرده شود. خب حالا ببینیم قزاقستان در همین کار شد، با اندازه مردم قیام کرد که به سابقه بود در این جمهوری ها، ولی از طرفی خب نه تنها قزاقستان بلکه اون سازمانی که مشترک المنافع است یا که سازمانی که بین خودشو برای حفظ امنیتی دست جمعی است یا که چی است، توسط همون هم پخش کرده شد. پس ببینید یعنی در اینجا دیده می شود که در منطقه همون دیکتاتورها یعنی متحد شدگیان و با این راه می خواهند که نیروهای آزادی خواه را پخش بکنن. برای پخش کردن نیروهای آزادی خواه مثلا که یک جایه مثلا کار بگیرن. حالا در اینجا ما میگیم که بعضی ها مثلا میبراید رئیس جمهور قزاقستان توقیف است یا اینکه توقی است کدومی است شرم نکرده میگوید که 20,000 تروریست را ما پیشونه گرفتیم. ما از اینکه اینها را حالا ما بگیم در ظاهر این یک تهمت است، می شود که مثل همون بزک جنگلپا است یا اینکه زنگولپا است، می شود گفت که این یک افسانه است، این یک افسانه است که این کار کرده ایستاده است. اما از اینکه این قریب همه میدونن، اما از اینکه ما این یعنی تکیه بر این کنیم که اون افسانه هست و این یک چیزی تهمتی ناشنیدنی است، از این کرده ما باید فکر کنیم که چی انگیزه، چی عامل است که جرأت داد برای یک رئیس جمهور کشور که 20,000 از مردم خودش که آزادی میخوان اونها را بگد که اینها یک گروه تروریست، یک اغوا اندازها و اینها هستند و در اون سازمانی که دارن هم دستگیریش کنن و بگن آره همین خیلی است و بعد از اون با یک رئیس جمهوری دیگهش با بگه که آگاه باشد که بعد این کار با در تاجیکستان می شود. باید که تاجیکستان را از این کار مثلا که رهایی، یعنی چی چیز است که اونها را یعنی جرأت داده است، اونها را مثلا به این وادار کرده است که شرم نکرده مردم خودشون همین خیلی میگن و تصمیم میگیرن. یعنی بالا این چیز بیشتر فکر بکنیم و این چنین یعنی پیشی راهی اونها را تنها در تاجیکستان نه، یعنی اون چیزی که در آینده باید ما فکرش بکنیم، یعنی همین منطقه علاقه منطقه ها جدا شدند دیگر، مثلا که آسیای مرکزی، روسیه و چین نمیدونم با کجاهای، حالا در این کار دست جمعانه دیگه به تشویش همین چیز را گفته ایستادن بدون شرم، بدون یگان ترس از مردم، بدون ترس اونا که از خدا نمیترسن، بدون ترس از یگان جهت ها، از یگان سازمان ها یا سازمان های حقوق بشری هایی که مردم جهان بدون این همین کارها را گرفته ایستن. این معنی اون را داد که اونها دست جمعانه مطمئن هستن که یعنی دارن پشتیبان و این کار را میکنن و باید که بعد قزاقستان، تاجیکستان یا که با ازبکستان است یا که قرقیزستان است یا که دیگر جوشای بکنن. حتی سخنهای رئیس وزراء پریمیر منیستری خودی ارمنیا را ببینیم که با مثلا که مردمی بود، مردم او را انتخاب کردن، نظری آزاد داشت، علاقه میبینیم که در این سازمان نظرش دیگر شده است. بله اونها علاقه جای خودشون نگرفتن، دیده ایستاده است که باید که با همین روند برد. بنابر همین هم مثلا خب از یک طرف یعنی چی چیز اونها را جرأت داده است، اونها قوی شدن و میخوان که این را بگیرن. این را باید فکر بکنیم که چی چیز است. از دیگر طرف راههای پیشگیری این را، راههای مقابله با این را، مردم آزاد هستند. اگر همین خیل بگیرد، مثلا حالا نگاه کنید اشاره برای تاجیکستان شد. در تاجیکستان همه ما، هیچ کس برای من مخالفت نمیکند وقتی که ما میگیم که بدخشان، برادرای بدخشانی ما هم شجاعت دارن و هم ناترس هستن، هم به ظلم سر فرود نمیارن، هم اونها میخوان که مثلا که تاجیکستان یا که کشوری آزاد داشته باشن، دخالتی بیگونه رو نمیخواهن، ظلم رو نمیخواهن.
حالا بالای انا همین قوه رحمانوف دیکتاتور بالای انا همین نیروی زنده آزادی خواه قوی تصمیم گرفته است و با آنها زبان را یک کرده است و باید که مثلا که اینها با هر نوعی که نباشد بدون ترس باید که اینها از بند برده شود و همچنین در دیگر جای دیگه هم اگر همین کار شود. بنابر همین باید که مخالفین، حالا ما مخالفین که وقتی گفتم برای همه منطقه ها مخالف وجود دارد، هم برای قرقیزستان هست، هم برای قزاقستان وجود دارد، هم برای تاجیکستان وجود دارد، هم برای ازبکستان وجود دارد. خب باید که دست جمعانه فکر کرده شود و الا در هر یک کشور به صورت علاحیده ممکن است که قواهای آزادیخواه، کسایی که به ظلم سر فرود نمیارن، اونها را شاید که سرکوب بکنن. وقتی 20,000 میگوید من تروریست را، حالا اینجا بحث شد، شاید من نمیدونم پیش از من که شیده بود که اونها چه خیلی درمدن، از کجا اومدن، اینا را باید اون جواب بگه. وقتی که این قد تروریست در اونجا درمده باشد و جای اینکه جواب بتید شانه خودش خالی کرده است و میگوید که اونها را ما پیش روش نگرفتیم، با همین راه قطعی میگیریم. انا همین صورت قطعی شاید همه قواهای آزادی خواه، کسانی که سر به ظلم سر فرود نمیارن را با همین راه پیش یعنی سرکوب بکنن. بنابر همین باید خیلی وسیع، خیلی جامع، خیلی با دقت بالای این کار گرفته شود. نشود که با همین طرز، با همین اسلوب همین نیروهایی که هستند خب دیگر اونها را خب از دست بدهیم. حالا همین بود نظری من در نسبت اون چیزی که حالا درباره جرأت اونها هم یک چیزهای فکر کنیم که چرا اونها جرأت میکنن. از یک طرف گفتیم که اونها پشتیبان یکدیگر شدن، منطقه ها جدا شدن و اونها دست یکدیگر را در این کار میگیرن. خب ما بیشتر بالای این فکر بکنیم که خب مردم ما، حالا یک برادر پیش از ما هم صحبت کرد، یعنی با این سخنها، با این که مثلا مردم را یا مرگ با او، استعفا، با این چیزها نمی شود که مثلا خب نیروی زنده پیدا کرده شود، یعنی به وجود آورده شود. بیشتر باید مردم خودشون، مردم باید به این کار دست بگیرن. اگر حالا یک انقلاب شود، حالا من همین کار قزاقستان را که با این قدر نیروی بزرگی که اونها خب تظاهرات کردن و توانستن یک کارهایی را بکنن، اما به این که اداره شود از طرف یک نهاد معین، یک مخالفین ساخته، یعنی ناآموخته، یعنی یک غیر چشم داشت کار گرفتن، اینها به زیان حرکت ها هستند، اینها به زیان نیروهای دموکراتی هستند. باید این گونه نباشد. همه کار باید آموخته شود و مردم باید که انعطاف نشون بدهند به این کار. مردم باید که قیام بکنن، نه اینکه یک قوه باشد یا یک گروه باشد که اونها را دانسته نشود و اداره کرده نشود و اونها را سرکوب کرده شود، در حال اونها با سرکوب شوند و از بین بروند. این هم یک چیز مهمی است که باید بالای اینها بیشتر فکر بکنیم. برنامه ها بیشتر بالای این بشود. من زید نیستم بر این که مثلا خلافکاری های بزکای جنگلپا یا زنگولپا است، یا اینکه خیانت های رحمانوف که حالا یک خواهرم پیشتر درباره دخترش دیگرش، اگرچند که درباره جاسوسی اینجا و اونجا هم گفته باشد، اما در اونجا هم بسیاری چیزهایی بود که اونها را گفته شود، باید مردم اونها را بگن. اما به طرز کاری، یک برنامه کاری ثمره بخش، محافظت نیروهای آزادیخواه، تلف ندادن اونها باید در مد اساسی برای مخالفین باشد. نه تنها مخالفین تاجیکستان، بلکه همین جمهوری آسیای مرکزی باید که در این کار دست جمعانه خوب کار بگیرن. سلامت باشید. تشکر زیاد به شما. زنده باشید. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، با ما بودند محمد سعید رضایی، یکی از فعالان عضوی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. حالا گفتن که یک زنگ از واتساپ هست، اگر رفته باشند خواهشی برگشتن داشته باشند برگردن، با حتما حرفایشان رو طوری چند دقیقه که 15 دقیقه فرصت داریم میشنویم. اینجا در این فرصتی کمی که مونده است من چی گفتنی هستم؟ هیچ وقت در یگان حالت
خشونت عاقبتش خوبی نیست. هیچ وقت در یگان حالت خونریزی عاقبتش خوب نیست. با خون ریختن شما هیچ کس را به خودتان دوست کرده نمیتوانید. در حالت سرکوبی درست نشان داده میتوانید، در حالت سرکوبی درست حکومت رانده میتوانید، اما دور نمیکشد. عقده ها باقی میمانند. یک روز عقده ها باقی میمانند. در حالت حکمرانی شما برای نابودی شما، در زیر دست شما مردم برای نابودیتان نقشه میکشد، برنامه میکشد، برای سرنگونی شما. امروز فرصت آن رسیده است که باید شما گوش به قمار شوید به حرفهای مردم. حکومت داران، امروز وقت آن رسیده است که یک نفری با آبرو، یک مولایی که گپ او را مردم گوش میکند، او را فیلم های بد اخلاقانه کرده، به جای نمایش دادن و آبروی او را کاسته، آبروی خودتان را بلند نشان دادن، و یک نفری که آبروی عزت و احترام دارد به مردم کمک کرده است، یاردن کرده است، در پهلوی مردم در غم و شادش در پهلوی مردم بوده است، کوشش میکنه را گروهی متشکل، سر رهبری گروه متشکلی جنایی بگوید، هر چیز دیگر بگوید، از آبروی بکاهانید، به جای این از او استفاده کنید. به جای این از او استفاده کنید. محمود صادق، به فکرم شما بودید که سوال ها دادنی بودید. چرا بیرون؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نبودم، پیش از من کدوم برام سوال داد، سوالاش که یک طرف میمونیم. فکری من همین است که خصوصا برای با قزاقستان داخل شدن مسابقه ادتب این پیش از سال نو تحریزی شده. میدونستن که خلق با جان رستگی روز میخیزه. همین نظربایف مرد حتما خلق میخیزه. این نوبسته میمورد نمیمورد خلق همخیر باید با آمادگی بودن. لیکن پیش گرفتن همین تحولاتایی که بعد از وقت دیگه ممکن است دیگه نفر میبیاد حکومت رو نمیکند و نه از قبیل همین شخصیت‌های دیکتاتوری باشن، برای همقدر اینا گفتن که یک چی میکنیم، هم ممکن به فکری من اینا که نظربایف هم گفتن که باشن که اویسته رفت که این همین در سخت زد رفت، یعنی اون خیستان رفتن و خلق خودشون تروریست اعلام کردن. یکی یک چی من تا حاضر حیرت میمونه. بگذار دیگه مردم هم فهمیدن اگر این ترانس ناسیونال تروریسم میگوین، هم چند مقالات خوندم ده، اگر ترانس ناسیونال تروریسم سریع ازی باشه، این گویی میتونه که در همه دولت‌های آسیای میانه همین یچیکه ها داره. اگر می داشتن نه خود قزاقستان دا یاردم نمیکردن، اقلا سخن آواز نمیدادن. ما میدونیم این تروریستایی که در حقیقتا القاعده و دیگه و طالبان و دیشی دیگه رو یک کار کنن در آواز میکنن که ما کردیم. در جمعانه میگفتن برای نه اینجا ده یگان دستورمانه نیست، یگان دیگه دولت یگان آواز مردم نبرامد که ما همین تروریستای پیشگیری میکنیم. همه گفته که باشن اگه گفتن که ما همین خلق مظلوم دستگیری میکنیم. همین خلاص؟ بله. دروغی همین حاضر حکومت داری که در حوزه دیگه دولت همین سرجمانه اسنگی هست، یا همش دیگه فکر دارن که خلق نباید تظاهرات کند، خلق نباید حق خودش طلب کند، خلق نباید سر بلند کند و این دزدای اثری دولت ملت دور کند. یکی افسوس میخورن، 100% افسوس میخورن. این باید که افسانه نویسی اساسی تاجیکستان افسانه نو مینویسد درباره هر حزب و حرکت و تروریست و دیگه. من همین حلیم نظر زوده و همه برالا معلوم شد که اگر تحضرات تروریستی باشد بدونید همین برای چه حلیم زوده ایرپورت نگیرید، تلویزیون نگیرید، یکون دیگه عدالای نگیرید، نه همش ساخته. میدونید برای اینقدر این افسانه های یتیموف می نویسه
با همون کلاغفس بی عقل بی شعور خبر میتید او برای رقص میکند برای رقص باشد، سرود باشد، کنجنبانی باشد، شکم باشد، بس دیگه هیچ در کار نیست. برای که او همون قدر دزدگی پول خلق و مردمه که او همه جاش اضافه میشه. من باز یک بار گفتنیم که برادر لوکاشنکوش بگذاره همین پلیما چی که خودش برد دیگه اونجا دفع کنه، یکی لوبلوچ اون چی که دوزید باید مردم مانده نشه. این خیلی نیست. برای همون قدر برای مخالفان مخالفان ما مبارز هستیم دیگه. که مخالف هستیم، مخالف کی؟ او دستای سپید نیست. رحمانو برادرها گوش کنین، او یک نجس است. ما چه ما نجس مخالف میشیم؟ ما مبارز هستیم، ما پاک کننده نجس هستیم. باور میکنین؟ باید پاک کنیم، همینه با تگ و ریشش پاک کنیم. این خیلی نیست برادر. این التماس این نکند، نه همین باید یا نابود شاید نیست شود به خوبی یا با به خوبی همین نیست نابود میکنه. فکری من همین. اگه اگه سوال داشته باشید جواب میتونم. بسیار خوب، تشکر زیاد برادر عزیز. فکرهایتان تشکر زیاد. برادر محمد اقبال صدرالدین خوش آمدید. بفرمایید بدون مقدمه. و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر شوکت جان. اولا قبل از اینکه آغاز یعنی صحبت نماییم با برادری که قبل از ما صحبت کرد، واقعا هم خیلی صحبت های جالب و واقعا در اصلی موضوعی که ما و شما ملت قرار دارد صحبت کردند و واقعا با تمام فکرها شما راضی هستم. باید که تمام مردم ما چنین فکر کنند و خدا را شکر میگویم که فکرهای که چنین افراد و اشخاصی که برای این ملت میخواهند خدمت کنند یعنی پیدا شده ایستادند. پس وضعیت کشور رو به بحرانی عمیق سیاسی و اقتصادیش پیشتر بود، ولی فعلا وضعیت و حوادثی یعنی خفته پنهان فعلا یعنی که در انتظار مردم تاجیکستان است. و وقتی که گاو که میکشن، وقتی که میمره کلاو پوچا میزنه کو میگن گاوی شتای گاوی مرده را نخورده، ملت تاجیک باید منتظر شتای گاوی مرده را داشته باشد که رحمانوف در حالت پدرود گفتنی قدرت است و در این حالت تمام راه و وسیله را استفاده میبرد. بازداشت جوانان در روسیه، استرداد آنها از هر کسی که اون عادی ترین شک و شبهه داشته باشد، رحمانوف توسط مقامات امنیتی و مقامات قدرتیش بر علیه آنها کار کرده است. صدها جوان از روسیه یعنی که تماس گرفته هستند که مثلا برای ما مشکل دارند، برای ما چنین کارهای شده است. استردادها به حد زیاد شده است و آنانی که در کشور هستند بلیط هواپیما را قیمت کردند تا اینکه کسی دیگر نتواند بیرون رفته. مردم میخواهند در یک بلاکاد داخلی قرار بگیرند تا اینکه افرادی که یعنی که دیدن وضعیت رو برآمدن باز یگان کار نتونن کرده و این چنین افرادی که داخل میشوند سخت اونها را در یک حالت اضطراب قرار داده هستند. بدخشان شکار شروع شده است، ولی مردم بدخشان باید خوب بفهمند که پشت من کسی نمیخورد جز انگشتی دستان من. این یک چیز مسئله عمومی است که تمام مردم شریف بدخشان باید خوب بدانند. منحل اعلام کردن هیئت 44 نفره جامعه مدنی که خودی مقامات قدرتی با انتخاب آنها مردم میتینگچی و مظاهره‌گر را از میدان بیرون کردند و با این علت و با این دلیل که شما روید این 44 نفر از تن شما صحبت میکنند و نتیجه و نهایتش هم هممون شاهدیم که چی شد. و علیه یعنی کینام داشت و ارگاشوف پرزیدنت شاو فراموز ارگاشوف یعنی دیلوک شدن و این چنین افراد دیگر را گفتن برا در خانت بشی یگان کار نکن، با یگان نفر تماس نگی، صحبت نکن. این گپ پروکراتور است که مقامات یعنی همین 44 نفره خواهش داشتن که ما دیگر تنها با پروکراتور کار میکنیم. دیدید که جوابی پروکراتور چی بود به این یعنی که نماینده های مردم. رحمانوف تا امروز به نماینده های مردم هیچ اهمیتی نداده است و اهمیت هم نمیده، چون که مردم برای اون یک توده است که هر کاری که بر علیه اونها بکند تا امروز یگان نمود خیل یعنی اون نکزت شدگی نیست از طرف مردم. وقتی چه نکزوی میدوند یعنی بدونی یعنی جواب دهنده. چرا برای اینکه اون یعنی که هرگز جواب نمیتیه
و دپوتات هایی هم که دارد دیدیم که در مسئله ارسال 200 جوان به قزاقستان، یعنی که وقتی با پارلمان با نماینده پارلمان زنگ میزنم میگه ما نه مجلس کردیم ما نمیدونیم که چی گپ بود، یعنی خودشون امضا کردن از تنی دپوتات ها که اونها دپوتات هم نیستن، اونها هم خودشون شفقای رحمانوفن، از تنش یک نفر امضا میکنه میگم جناب اولی هر چیزی بگه درسته، بگه جناب اولی فرمان برآورد که هر یک دپوتات یعنی که خوب دیگه اوش نمیگم همین کارا بکنه، میگن که جناب اولی پیشوای معظم درست گفتگیه. و همون خاطر تا امروز رحمانوف با جامعه مدنی واقعی مواجه نشده است و تا امروز رحمانوف جامعه مدنی اصلی که نماینده مردم باشد و برای مردم کار کند روبرو نشده است. تنها سخن رحمانوف باید که نه گفته نشود و نه گفته نشدن سخن رحمانوف در آن صحبتی که رحمانوف داشت با اون جوانی چی به جروب قلی وقتی گشت گفت که همون زمین همون راه ما همون وقتی اومدگی تو توازی راه همون خیلی گفت دروغ میگه. یعنی که باید رحمانوف هیچ وقت نه نگوید. اگر چیزی بگه که خدا گفت که نماز نخوان، باید ملام دستش پیش بر بگه خدا گفت نماز نخوان. اگر بگه که حضرت معبد بگه باید نگویش که غلط کردی، حضرت محمد بگونه بگویش که گپی تا ایرو قرآن های. یعنی که رحمانوف نه و اعتراض نمیدونه. صد اعتراض با من میکنی و من اعتراض با تو میکنم، درست؟ یعنی که هر اعتراضایی که آنها واقعا هم باید یعنی که بشوند یا اصلاحات یگان چیز، مردی که اون میبیند یعنی که باید اصلاح شود باید اون اصلاح شود در اون چیز. ولی وقتی که انسان به درجه دیکتاتوری میرسد و به درجه که انا ربکم الاعلی ماندگی است که بگه، ولی در حالی که همون فونکسیون‌های نعوذ بالله الله در خودش تصور کرده است و سخن پردازش سایه خدا در زمین گفته ایستنش، یعنی که پوچا زیر الله فی الارض و باید که اون اطاعت شود. و همون خاطر مردم بدخشان باید سخت دقت دهند در وضعیتی که امروز قرار دارد. اونها را در خانه هاشون تعقیب میکنن، از روسیه بازداشتشون میکنن، میگیرن به تاجیکستان استردادشون میکنن، در روسیه هر چیزی که میخواهند انجام میتین. یعنی مردم تاجیک حتی شهروندی روسیه داشتگیش در روسیه زیر یعنی که حمایت شهروندی روسیه نیست. این از بدبختی ملت ما شهادت والا میتید. هر یک فرد تاجیک باید خوب آگاه باشد در این حالت هایی که چند ماه وضعیت همین خیلی است، وضعیت شک زدن گاوی مرده. رحمانوف در حالت پدرود حیات و واپسین روزهای قدرتش قرار دارد. وضعیت اس یتیموف انشالله جلسه مخفی اپارات پرزیدنت در ناعهده برای یتیموف که فعلا آماده شده است انشالله که نشر می شود چند یک ساعت پس یا همین خیل و روزهای نزدیک نوارش هم میبرد. میبینید که چگونه یعنی که یعنی دستگاه رئیس جمهوری از عملکردهای یتیموف چگونه یعنی که مثلا که ناراضی‌اند، چون اونها را به وضعیت خیلی وخیم آورد قرار داد. که من همه جزئیات اون جلسه را فعلا در اینجا گفته نمیتونم که چی گذشت و چی شد، ولی انشالله که به طور مقالش فعلا انشالله نشر می شود و روزهای نزدیک نوارش انشالله که مردم میبینند که یتیموف با اون عملکردهایی که در طول 11 سال انجام داد همش به نفع رحمانوف گویا، ولی نهایتی که چون که رسول اکرم میگه خداوند برای ما نهایت خوب عنایت کن، یعنی که قبل از مرگ ما نهایت خوب عنایت بکن. یعنی این چیزی هست که نهایت و فرجام بدی که رحمانوف یتیموف برای رحمانوف آماده کرد، انا برای همین روزهای سخت باید اویله و رحمانوف خودش بفهمه که هر عمل کرده که بر علیه نهضت، بر علیه مخالفان، بر علیه مردم سیاسی یعنی که سیاستمداران زندان کردن ها، کشتن ها، تهمت کردن ها، بی ضرر گردانی ها، همون آماده است الحمدلله در سر خودی شخصی که مردم تو امروز به این حالت آورد، یعنی که ان شاء الله که قرار گرفته است. و فعلا وضعیت خیلی بد است. ما نمیخواهیم وضعیت کشورمون بد شود. با رفتن رحمانوف و آمدن حکومت جدید، دولت جدید، یعنی که حتما کار میکند. ولی یک چیزی دیگر از معلومات ها من پیدا کردم که رستم دیگر در زندگی رحمانوف پرزیدنت شدن نمیتواند، چون رحمانوف صرف نظر کرد از این فکر، چون که با آمدن رستم یعنی وضعیت از بودش بدتر می شود. تا اینکه رحمانوف نمبره
یعنی که دیگر رستم نمیتونه که جایگزینی رحمانوف شود و اون خواب و خیالی که رحمانوف تو امروز داشت اون یعنی که به یک چیزی هیولایی و اینکه یک سرابی است که باقی میموند. و در مسئله حوادث قزاقستان همین میگیم که اگر اهمیت داده باشد در اتحادی یعنی که همون اشتراکی که انجام دادن با کی بود سران رئیس جمهورهای دولت‌های بله نه در مسئله قبل از نهایت سال که 28 رحمانوف به سنت پتربورگ رفت. بله در اونجا سران دولت‌های اتحادیه دولت‌های در اونجا کی اشتراک داشت با سران دولت‌های مشترک المنافع یادت هست؟ از کدام کشور؟ از قزاقستان. از قزاقستان نظربایف. نظربایف و پرزیدنت های؟ نیست است. نیست. پرزیدنت کی است؟ توقیف است. قبول کند پوتین نظربایف را قبول کرد. انا اکنون فهمیده است که وضعیت چگونه شکل گرفت. یعنی یک کاری هست در اینجا که خیلی بازی وزمین ادامه داره در اینجا. اینا باید همه مردم بفهمند که اکنون فکر کنه که حمید کار بشوه و رستم بروه و رحمانوف بروه و رستم قبول نکنه و رحمانوف قبول کنه. اکنون فهمیده است که چی بازی و ادامه دارد. یعنی به همون خاطر خیلی بازی های مخوف در اینجا یعنی که جریان دارد. مردم باید خوب بفهمند و دیگه او سناریوی قزاقستان ان شاء الله که در تاجیکستان نباید تکرار شود و مردم باید ای مرگ خودشون پونه برورن بگریزن بروند تروریست های 20,000 تروریست ای مرگ باید نگریزن بروند خودشون مرده نبود شوند که جای بروند. این طریق حالت هم در حیاتمون دیدیم که مرده ای مرگ میگریزه خودش میرود دیگه نمیدونن که خیلی دروغ بگن در پیش مردم. وقتی مردم هم میکشن وقتی که کار انجام میتین باز با شرمناک کرده میگن که ای چی نام داره از مرده خودشون گرفتن رفتن. یعنی که آخر مرده را کی میبره؟ آدمی که اون کار انجام میده در فکر مرده نیست در فکر زنده است. یعنی همون آدمایی که فکر میکنن یا که 20,000 آدم هجوم کرده است و اومده است یک چیزای ساخته هستن که برای یعنی مثلا گریم میگفتن که ما تروریست ها رو بازداشت کرده بودیم شریکانشون اومدن دزدیده رفتن. میشد این رو باور میشد باور کرد. بله یگان سیرشون پشت شود یگان چیز نماند یگان بله 100% مرده را چیکارش میکنی میبریش دیگه. همین را گفته ایسیم ما هم. یعنی این یک دروغه که با از توییتر اون گم شد. از توییتر همون توییتری تو پای گم شد. همون 20,000 هم گفت 20,000 نفر رو ما سرکوب کردیم همون هم گرفت. همون 20,000 را گفته ایسیم همون 20,000 نوشتگی در توییتر گم شد. یعنی اینها وقتی دروغ میگن دیگه نمیدونن که با کدام شکل دروغشون رو توجیه کنن. یعنی کشتن مردم این دقیقاً سناریوی سال 2005 اندیجان بود نمنگان وقتی که اسلام کریموف چند هزار نفر را کشت 500 نفر میگن بعضی وقت 3,000 نفر 2,500 نفر تا 5,000 نفر را میبرن. بله در اونجا در روی جسدها تیزاب یا اینکه کیسلتا شفیده بودن تا اینکه جسدها نه تو تلا نه تو دلا خیلی که میگن تلا نیست جسد نیست دلا نیست خلاص. یعنی که کریموف پدری اینها همین کارا با مردم ازبکستان انجام داده بود که در میتینگ اشتراک کردن و اونا را کشت. حتی از کشتن امنیتی هایی که در داخل خود همون مردم میتینگچی داخل شدن یعنی که چی نکرد گفت میتینگچی را امنیتی را داخل میتینگ کرد تا اینکه اونها بزنن و بعد از اون امر شد که همه را کسی در میدان است کشته شود و اونا را کشتن. ژورنالیست را از اونجا برآوردن و گرفتن بردن مردم در یک جا دوختن و شبانه امر کرد که بره کیسلتا بریزه جسدها را نابود کنه تا کسی جسد پیدا نکنه. این است. یعنی این سناریو در قزاقستان به شکل دیگر که گویا که تروریست‌ها جسدها را گرفتن برفتن. یعنی ما این سناریوها را دیگه فهمیدیم. یگان چیز برای ما ولی اینها باز سناریوهای جدید فکر میکنن ولی هر چیزی که ساخته و بافته است اون افشا میشود. هیچ چیزی دروغ و هیچ چیزی که اون دروغ است اون نمیماند باقی. و همون خاطر مردم تاجیکستان باید خوب بفهمند خاصتا برادران بدخشی ما در قضیه هایی که فعلا در تاجیکستان یا که سایه شمشه در بدخشان یعنی که صورت گرفته ایستاده است باید آگاه باشند و بفهمند که هیچ راه دیگر جز از مقاومت و ایستادگری کردن وجود ندارد. مردم غرب وقتی ایستادگری نکرد کشتنشون. مردم کولاب وقتی که
از خودشان حمایت کردن نتونستند، تمام بزرگاش برد کشت، تهمت کرد، مردمش در بدر آواره کرد. همون مردمی که رحمان به قدرت رسوندن. ما با چنون که رسول اکرم میگه اهل مکه ادرا بشعابها، ما با رحمان بیشتر آگاهی داریم از مردم شریف بدخشان، چون که با ما این کارا رو انجام داد. یعنی که ما میدونیم که این هیچ پلان جز از محو نابود کردن و مطیع، یعنی که پشت باید بستی، پشت بوسه کنی و بگوی پیشوی ملت هر چیزی که میگوی تو درست میگوی، گپایت روی قرآن و سنتن، یا اون گپیت غلط نیسته، بعد از او راضی میشه. همون خاطر مردم بدخشان باید خوب دقت داشته باشن که یتیموف و این ابوالهول و این یعنی ظالم عصر در چی است، در یعنی بدخشان است و یک قاتل مخوف دیگر که با نام بزمکوف است. بزمکوف او هم در بدخشان است و اینها افرادی هستند که تا امروز بر یعنی که هیچ فرمانهایی که از طرف رحمان و برای محو و نابودی مردمی دیگر مناطق کشور شدگی است، از کشتن محمد نظر صالح و دیگر افراد و جنایت‌های انجام داده است، اونها دست نکشیدند و از کشتن مردمی بدخشان هم اصلا دست نمیکشند. و در مورد ابیرزاده معلومات‌های اپراتیوی دیگر هم رسیده است که از چخیل وظیفه را خریده است، اونش هم انشاءالله که در صدد نشر است و حتما انشاءالله که در مورد اون پروکرور یا نایب پروکرور یا یاردمچی پروکرور که با جنایت اون این همه دسیسه انجام شده بود در دست اصلاح هست و انشاءالله که یعنی که پیروی کنن، مطابقت کنن، حتما در این قضیه ها باز هم میگیم. خوب، سلامت باشید برادر شوکت جان. زنده باشید. تشکر. تماشابینان عزیز گرامی، همینجا نهایت برنامه امروزه ما است. امیدواریم خلاصه خودتون را گرفتید و اینجا ما کوشش کردیم که بیشتر نفران صحبت کنند که به شما تماشابینان ما چیزی توانند داده باشند و انشالله روز یک شنبه در برنامه فردای تاجیکستان وا میخوریم. نصیب باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه